بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در ادامه برنامه حجت بی حجت و ویژه برنامه ناگفته های مهدویت با قسمت دیگری از این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و در این قسمت در مورد جنایات امام زمان صحبت میکنیم. شاید این اسم جالبی نباشه عنوان موضوع امشب ما برای کسانی که سالهای سال امام زمان رو به عنوان یک منجی، به عنوان یک انسان عادل، به عنوان یک انسان رئوف و مهربان، به عنوان یک انسانی که همیشه در مشکلات و سختی ها به داد انسان ها میرسه فکر کردن و هنوز هم در انتظار هستن که این امام زمان بیاد و اون جامعه ایدئال و اون جامعه پر از مهر و محبت و شفقت و رحمت رو برای مسلمان ها به ارمغان بیاره. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم این نکته رو لازم میدونم که خدمت شما عزیزان اظهار کنم که ما به مهدی موعود، آن عدالت گستر، آن کسی که دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو تجدید میکنه و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، ما به اون اعتقاد داریم طبق اون احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده. فرقی که مهدی ما با مهدی شیعیانی که منتظر او هستند در این است که این مهدی با دین جدید، با کتاب جدید، با ظلم و کشتار و جنایت نمیاد، بلکه این مهدی واقعی و حقیقی میاد تا دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو تجدید بکنه و طبق حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ما در هر چند سال یک مرتبه الله سبحانه و تعالی انسانهایی رو مسخر میکنه تا دین مبین اسلام رو تجدید بکنن و اون اصول و اساسات دین رو که با مرور زمان به فراموشی سپرده شده دوباره تجدید کنن. ما شخصیت‌های مختلف رو داشتیم در بیش از 1400 سال. بعضی از پادشاهان، بعضی از خلفا، بعضی از علما، بعضی از مصلحین، بعضی از روشنفکران، بعضی از رجال سیاست، بعضی از فرماندهان نظامی، امرا، اشخاصی بودند که در طول این تاریخ ما شاهد بودیم که اومدن به نحوی دین مبین اسلام رو تجدید کردن و مهدی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آمدنش بشارت میده علی الرغم اختلافات فراوانی که وجود داره در روایاتی که در این مورد اومده حتی در بین اهل سنت و این یک واقعیت است که روایات مختلفی وجود داره. بعضی از علما میگن که خب اصلا اینکه شخصی بیاد و ادعا بکنه که من مهدی هستم، میگن که همچین روایت صحیحی وجود نداره. بعضی از علما میگن نه، شخصی میاد و همین ادعا رو میکنه و میگه که مثلا من مهدی هستم، محمد ابن عبدالله، همون کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آمدنش بشارت داده. علی کل حال ما صحیح ترین روایتی که در این مورد داریم همین است که شخصی میاد در آخر از زمان، اسم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و اسم پدرش اسم پدر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، دین رو تجدید میکنه، همانطوری که دنیا پر از ظلم و جور شده.
تفاوت دیگر عقیده ما مسلمان ها با عقیده شیعیان رافضی که به آمدن امام زمان خیالی معتقد هستند این است که ما مأمور نشدیم که انتظار چنین شخصی رو بکشیم، براش دعای فرج بخونیم و مأمور نیستیم که باید در هر دوره و زمانی بستری رو مهیا بکنیم تا اینکه این شخص ظهور بکنه. یکی از قوی‌ترین دلایل ما این است که امام مهدی از علامات قیامت است. ایشان در وقتی ظهور میکنه میاد که دنیا پر از ظلم و جور شده و ما همیشه دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما رو در اون زمانی قرار نده که علائم بزرگ قیامت ظهور بکنه، چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که قیامت بر انسانهای شرور ظهور میکنه یا واقع میشه. پس کسانی که در این دوره زمانه میان از بین شیعیان آرزو میکنن که امام زمان در این زمان ظهور بکنه، در حقیقت دارن یعنی اقرار میکنن که دنیا پر از ظلم و جور هست و اینها انسانهای ظالم و فاسق و فاجری هستن که امام زمان در این دوران بیاد ظهور بکنه و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. و همچنین قضیه امام زمان جزء اصول اعتقادی نیست که اگر ما شخصی بیاد و قضیه امام زمان را به اون شکلی که وجود داره انکار بکنه، و البته قضیه انکار احادیث با انکار شخص امام زمان فرق میکنه، چون کسانی که امام زمان رو انکار میکنن یا مهدی رو انکار میکنن احادیث رو تعویل میکنن یا نظرشون بر این است که این احادیث صحیح نیست، دلیل دارن بر ضعف این احادیث. حالا یک سیایی نمایی میکنن در شبکه های شیعه که بله فلان شبکه یا فلان شخص به مهدی اعتقاد نداره و کسی هم که به احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو انکار بکنه کافر و مرتد هست و جاودان در آتش دوزخ. حتی کلیپ از من رو هم پخش کردن در این مورد. در حالی که ما بازم تکرار میکنیم که اگر کسی اعتقاد به صحت این احادیث داشته باشه و براش ثابت بشه که این احادیث صحیحی هستن که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده و بعد از یقین حاصل کردن از این موضوع بازم این احادیث را انکار بکنه، شکی در کفرش نیست. این اعتقاد همه اهل سنت هست. منتها کسانی که بعضی از این روایات را رد میکنن برای خودشون دلایل خاص خودشون رو دارن که کله های خشک آخوندهای رافضی این مسائل رو متوجه نمیشن. و برعکس امام زمان شیعه، امام زمان جزئی از اصول اعتقادشون هست، چون قضیه امامت یک قضیه اعتقادی و یک قضیه اصولی است و اگر کسی امامت را انکار بکنه در مذهب شیعه و قبول نکنه امامان رو ولو یکی از اونها رو، کافر هست و جاودان در آتش دوزخ هست و هرچه که اعمال شایسته و خوبی انجام بده نفعی براش نمیرسانه. برعکس عموم مسلمانان جهان که قضیه خلافت و امامت و مسائل جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جزئی از اصول اعتقادیشون نیست و هیچ نصی و دلیلی در این مورد براشون ثابت نشده. والا کسی بیاد مثلا به امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه، در هر دو صورت هیچ خللی در اعتقاد این شخص وارد نمیشه. ما حتی در صدر اسلام داشتیم عده‌ای از مسلمانان که در ترتیب خلافت، این ترتیبی رو که امروز عموم مسلمانان جهان قبول دارن، اونا یک سری تغییراتی رو در این به اصطلاح میدیدن
عده‌ای بودن که علی رو بر عثمان افضلیت میدادن که به اصطلاح شیعیان علی معروف بودن در زمان خودشون. اینا اعتقادی به امامت و این شرکیات و کفریاتی که امروز مدعیان دروغین تشیع بهش اعتقاد داشتن، اونا اعتقاد نداشتن. کل فرقشون با بقیه مسلمانان همین بود که علی رو بر عثمان افضل میدونستن و انحراف از بین همینا شروع شد. دسته‌ای شدن خوارج که در آخر اومدن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو تکفیر کردن و دسته دیگر فریب شخصی یهودی به نام عبدالله ابن سبع یهودی رو خوردن و این شخص قضیه امامت و وصایت و جانشینی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو مطرح کرد و بعد از اون چون دروغی بود که این شخص یهودی پایه‌گذارش بود، برای اینکه این دروغش رو بقبولانه در بین مردم، خب به تعبیر آیات و به ساختن روایات و احادیث پرداختن و کم کم اومدن برای این دروغ خودشون شاخ و برگ های دیگری رو هم درست کردن. چون قضیه از اصل دروغ بود، هر چند وقت یک باری به یک بنبستی برمیخوردن و برای اینکه از این مشکل خودشونو برهانن اومدن و دروغ های دیگری مانند عصمت رو، مانند خمس رو و مسائل دیگری رو، تولا و تبرع، البته به اون معنایی که در مذهب شیعه هست، این مسائل رو بیان کردن تا بتونن این دروغی رو که ساخته بودن به عنوان یک دین و مذهب به خورد مردم بدن. ما گفتیم که در مذهب شیعه انکار امام زمان یعنی کفر، اما در نزد ما اهل سنت امامتی به این معنا وجود نداره و مهدی فقط یک انسان هدایتگری است که در آخر زمان میاد و دین رو تجدید میکنه و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. یک نکته‌ای که خیلی مهم هست بدونید در قضایای اسلامی و فرق‌هایی که بین شیعه و سنی وجود داره، ما خیلی تلاش کردیم تا به این نتیجه رسیدیم، یعنی بعد از سالها مطالعه، که اومدن مسائلی رو که در دین اسلام وجود داره، مقدساتی که وجود داره، احادیث و روایاتی که وجود داره، در مقابل اومدن برای بدنام کردن این مسائل و این احادیث و این روایات، احادیث و روایات و موضوعات جعلی و ساختگی درست کردن. اگر یادتون باشه قضیه شفا بودن در بال مگس رو ما توی برنامه زنده‌ای نشون دادیم از کتب شیعه که حالا در کتب اهل سنت و این طبق روایات صحیحی که وجود داره، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد مگس میفرمایند که اگر مگسی در لیوان آبی در ظرفی افتاد، شما اینو اردوبالش رو غوطه بزنید در آب و این آب رو بنوشید. امر نکردن که حتما این کار رو بکنید، یعنی به عنوان یک راه حلی بیان نمودن. خب اومدن اینو در یکی از شبکه‌های رافضی مسخره کردن که بله اهل سنت مگس میخورن و این گونه روایت دارن. وقتی ما جستجو کردیم همین روایت رو در کتاب بهارالانوار با اضافات دیگری دیدیم که خوردن مگس، خوردن سوسک، خوردن این سوسکایی که در بین کثافت‌ها میگرده، سوسکای سیاه بزرگ و یک سری حشرات دیگه، خزندگان دیگه، اینا همه مفید هستن و روایت هم از امام جعفر صادق درست کرده بودن. ما اینو در یکی از برنامه مفصل از کتاب بهارالانوار نشون دادیم. من به فکر فرو رفتم که خب این روایت در روایت اهل سنت میگه مگس، خب اینو این سوسک و نمیدونم خنثفا و این خزندگان و دیگر از کجا آوردن؟ هدف بدنام کردن دین هست.
هدف این است که دین رو بدنام کنن. این روایت رو آوردن از کتب اهل سنت به یک روایت خودساخته دیگری ساختن و زیرش 4 تا دروغ دیگه هم از خودشون اضافه کردن. حین همین قضیه رو ما در باره امام زمان می‌بینیم. امام زمانی که در نزد ما مسلمانان به عنوان یک مصلح، به عنوان یک هدایتگر میاد در آخر زمان دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. وقتی که همین امام زمان رو صفاتش رو در کتب مدعیان دروغین تشیع میبینیم، از این ساختن یک انسان آدمکش، کینه‌توز، جنایتکار که کارش فقط کشتن و بستن و خلاصه سربریدن و جنایت کردن. امروز میخوام من در این برنامه پرده از این جنایت ها برداریم که در کتب شیعه نسبت داده شده به همان مهدی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وعده و بشارت اومدنش رو دادن. اما همین مهدی رو هم که یکی از مقدسات دین مبین اسلام محسوب میشه، همین مهدی هم از دستبرد این دجالان دین فروش و شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی به دور نمانده و این مهدی رو هم بدنام کردن. همانطوری که قرآن رو، شخص پیامبر رو، اهل بیت پیامبر رو، اصحاب پیامبر رو، دین پیامبر رو، سنت پیامبر رو بدنام کردن با روایاتشون، با کتابهاشون، با خزعبلاتی که آخوندا به خورد مردم دادن و مردم را از دین منحرف کردن. همین مهدی رو هم میبینیم که چه جنایت‌هایی در مورد این شخص در کتاب‌های خودشون آوردن. البته نکته خیلی مهم این است که دقیقاً همون صفاتی که دجال یا همون مدعی دروغین مهدویت در دین یهود همون رو صفاتش رو آوردن، چون بانی این مذهب عبدالله ابن سبع یهودی بود، آوردن و خلاصه چسباندن به مهدی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشارت اومدنش رو دادن. یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم و بعد از اون انشالله شروع می‌کنیم به جنایات امام زمان از کتب شیعه و ما مطلبی رو از کتب غیر شیعه نشون نمیدیم. آنچه که نشون میدیم از کتب شیعه است تا برادران و خواهران حقجوی شیعه ما یک بار دیگر تحقیق کنن و مطالعه بکنن و در مورد کتابهاشون، در مورد حرفهای علماشون بررسی و جستجو بکنن، طوری نشه که خدای نکرده فردا در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی آرزو بکنن که یا الله ما رو برگردان به دنیا تا از راه حق و حقیقت پیروی کنیم، اما در آن روز برگشتی نخواهد بود. با ما همراه باشید. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. من قبل از این میان برنامه خدمتتون عرض کردم که در مذهب شیعه اگر کسی یکی از امامان رو، مثلا امام زمان رو انکار بکنه، کافر و مستحق جهنم است. همین مطلب رو قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم از کتاب من لا یحضر الفقیه، دوستان عزیز اگر نشون بدن، این کتاب هست از جلد 1 تا جلد 4 در یک جلد. در این قسمت روایت
5194. این روایت است که از ابی جعفر از امام محمد باقر روایت کردن که میگه کسی ازشون میپرسه که ارائیت من جهد الامام منکم ما حاله، کسی یکی از شما امامان رو قبول نکنه حالتش چی میشه؟ فقال من جهد اماما بریء من الله و بریء منه، الله از او بری است و او از الله بری است و از دین بری است. فهو کافر، اون انسان کافر است. مرتد هست عن الاسلام، از اسلام. لان الامام من الله، به خاطر اینکه امامت از طرف الله هست یا امام از طرف الله هست. و دینه دین الله، دین امام دین خداست. و من بری من دین الله فهو کافر، هر کسی که اعلان براءت بکنه یا بری بشه از دین الله کافر است. و دمه مباح فی تلک الحال، خونش مباح است. الا ان یرجع و یتوب الی الله عز وجل مما قال، مگر اینکه برگرده و توبه بکنه به درگاه الله سبحانه و تعالی. در این روایت صراحتاً میاد میگه که این قضیه امامت قضیه است که از طرف الله سبحانه و تعالی است و کسی که یکی از امامان رو، همه اونها رو یکیشون این کار بکنه، کافر و مرتد است و مال و جانش مباح است. شاید بعضی از بینندگانش بگن خب شما این روایت آوردید و بررسی هم نکردید و صحیح هست صحیح نیست. ما صفحه 6 همین کتاب رو دوستان عزیز اگر لطف کنن نشون بدن. میگه که صفحه 6 همین کتاب من لا یحضر الفقیه در جلد اولش میگه که همه این روایاتی که در اینجا آورده روایاتی است که روایات صحیح هست و صحت داره و اعتقاد داره صاحب کتاب که این روایات حجت است بینه و بین الله سبحانه و تعالی و این روایات رو از کتب مشهور استخراج کرده که به اصطلاح معول و مرجع علمای امامی است. پس این روایت صحیح هست طبق اعتقاد اینا و اگر کسی این روایت را انکار بکنه در مذهب شیعه معناش این است که به دین و مذهبی به عنوان شیعه اعتقادی ندارد. حالا میریم رو جنایات امام زمان و اینکه این امام زمان وقتی که ظهور میکنه چه اختلافاتی با مهدی موعودی داره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اومدنش بشارت دادن و چه جنایاتی رو انجام میده. ما گفتیم که این امام زمان ساخته و پرداخته فکر عبدالله ابن سبع یهودی و شاگردانش هست و اونا بودن که این امامت رو به این معنی که امروز در بین شیعیان وجود داره در بین مسلمان ها رایج کردن. اولین کاری که این امام زمان میکنه چون اعتقاد همون اعتقاد یهودیت هست، برعکس امام مهدی که ما بهش اعتقاد داریم که به قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حکم میکنه، این امام زمان به حکم بنی اسرائیل، به حکم همین اشغالگران قدس به اصطلاح صهیونیستایی که امروز هستن که اونا مدعی هستن که به اصطلاح مملکت داوود و حکم داوود و سلیمان و موسی رو در فلسطین و در فلسطین اشغالی میخوان نافذ بکنن، دقیقاً امام زمان شیعه میاد و همین آرزو رو برآورده میکنه. با هم میبینیم اولین مصدری که کتاب بصائر الدرجات هست. دوستان عزیز اگر لطف کنن این تصویر رو نشون بدن. اینم صفحه بعدی این کتاب، منشورات شرکت الاعلمی للمطبوعات بیروت لبنان در سال 1431 2010 این کتاب چاپ شده. اینجا بابی رو زده در صفحه 295،
عنوان این باب هست باب فی الائمه من آل محمد علیهم السلام انهم اذا ظهروا حکموا به حکومت آل داود علیه السلام. میگه ائمه اگر که در آخر از زمان اومدن، این باب 15 این کتاب هست، به حکومت آل داوود حکم میکنن. مگر چه عیب و نقصی در حکومت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته که اینا میان به حکومت آل داوود حکم میکنن؟ اولین روایتی رو که در اینجا هست با هم میخونیم. روایت اول میگه لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني رجل يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل عن بينة يعطي كل نفس حکمها. میگه این دنیا از بین نمیره تا اینکه مردی از ما یا از من، از ابو عبدالله این رو روایت کردن، که ظهور میکنه و این شخص حکومت میکنه به حکم آل داوود و بیانه نمیخواد، دلیل و شاهد نمیخواد، برای هر کس همون حکمی رو که براش هست میده. روایت دومم روایتی است که از ابی عبدالله علیه السلام، امام جعفر صادق، روایت شده که انبیاء انتم. کسی میپرسه که ای امام شما پیامبرید؟ قال لا، میگه که نه. بعد در این قسمت میگه در اینجا میگه قلت فبما تحکمون، به چه چیز حکم میکنید؟ قال نحکم به حکم آل داوود، به حکم آل داوود حکم میکنیم. روایت سومم در همین معنا هست. میریم به صفحه بعدی. این روایت سوم رو دوستان اگر نشون بدن، اینجا در پایین این صفحه میگه که اذا قام قائم آل محمد، اگر قائم آل محمد اومد، حکم به حکم داوود و آل داوود. وقتی که امام زمان حکم میکنه، به حکم داوود و آل داوود حکم میکنه. روایت چهارم هم همینو میگه که همون مثل روایت اولی، لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل من اهل البيت يحكم بحكم داوود و آل داوود ولا يسأل الناس بینه، از مردم بینه نمیپرسه. و روایت های بعدی هم، روایت پنجم هم دقیقا همین روایت است. اذا قام قائم آل محمد حکم به حکم داوود و سلیمان لا يسأل الناس بینه، حکم به حکم داوود و سلیمان ولا يسأل الناس بینه، حکم میکنه به حکم داوود و سلیمان و از مردم دلیل و برهانی نمیخواد. همین کتاب تو که دیدید در همین مطالب در مستدرک الوسائل هم هست. دوستان عزیز اگر نشون بدن، این مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل از حاج میرزا حسین نوری طبرسی که مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث این رو چاپ کرده. صفحه بعدیش اینم سال چاپش، اینم صفحه 364. همه این روایت ها دلالت بر این میکنه که این روایت اول یخرج رجل من اهل البیت یحکم به حکم آل داوود، روایت بعدی یخرج رجل منی یحکم به حکم آل داوود، مردی از من میاد که به حکم آل داوود حکم میکنه. روایت بعدی روایت 21587 اذا قائم آل محمد علیهم السلام حکم به حکم داوود و سلیمان لا یسأل الناس بینه، دقیقا همین مطلب. و در روایت 21588 هم همین روایت اومده، میگه که قضاوت میکنه که قضاء داوود. و همچنین در روایت 21589 هم اذا قام قائم آل محمد حکم بین الناس به حکم داوود. و در روایت بعدی هم همین مسئله است. روایت بعدی هم همین مسئله است. هذا المهدی یقضی بقضاء داوود و سلیمان. و روایت های بعدی کلا یک باب کاملی رو در این مورد در کتاب مستدرک الوسائل از نوری طبرسی هم داریم.
کتاب بعدی کتاب اصول کافی است. اصول کافی از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، جلد 1 و 2. اینجا هم در صفحه 237 باب 156 باب کاملی داره که این باب هم میگه که انهم اذا ظهر امرهم حکموا به حکم داوود و آل داوود، اگر که ظهور کرد امام زمان به اصطلاح حکم میکنه به حکم داوود و آل داوود. اینجا روایت خیلی جالبه، روایت 1040 میگه که راوی میگه که کنا زمان ابی جعفر حین قبض، زمان ابی جعفر امام محمد باقر بودیم که ایشون وقتی که فوت کرد، نترد کالاغنام لا راعی لها، پراکنده بودیم این ور اون ور میگشتیم مانند گوسفندانی که چوپان نداشته باشن، چون گفتیم که بعد از هر امامی حالت حیران دست میداد به اصطلاح اصحابشون، نمیدونستن که امام بعدی کیه، چون هر طرفی کسی ادعای امامت میکرد و همین سبب وجود فرقای متعدد شیعه است. میگه بعد روبرو شدم با سالم ابن ابی حفصه فقال لی یا ابا عبیده من امامک، که به من گفت ای ابا امام تو کیست؟ فقلت ائمه آل محمد، امامان من آل محمد هستن. فقال هلکت و اهلکت، تو هم نابود شدی و هم نابود کردی دیگران رو. اما سمعت انا و انت ابا جعفر یقول، من و تو نشنیدیم که ابو جعفر میگفت من مات و لیس علیه امام مات میتة الجاهلیه، کسی که بمیره و امامی نداشته باشه به مرگ جاهلیت مرده. فقلت بله عمری، بله به جانم قسم، ولقد کان قبل ذلك بثلاث او نحوها دخلت على ابی عبدالله، میگه که یه 2-3 روز قبلی پیش ابو عبدالله داخل شدم. بعد در اینجا میگه که ادامه این روایت که به ابو عبدالله گفتم که ان سالما قال لی کذا و کذا، قال فقال یا ابا عبیده انه لا يموت منا میت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله و یسیر بسیرته و یدعو الی ما دعا الیه. امام میگه که بله ما نمیمیریم مگر که کسی از ما باشه که جانشین ما باشه و به راه ما بره و به سیرت ما بره الی آخره. در آخر میگه که ثم قال یا ابا عبیده اذا قام قائم آل محمد حکم به حکم داوود و سلیمان، اگر که قائم آل محمد اومد در آخر زمان به حکم داوود و سلیمان حکم میکنه. روایت بعدی هم به حکومت آل داوود حکم میکنه، روایت بعدی هم به حکم داوود حکم میکنه، روایت بعدی هم به حکم آل داوود حکم میکنه. همه این روایت ها که در این باب هست به حکم آل داوود و حکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا اینجا خیلی اشفاق کردن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایت آخری که حالا طبعا در اصول کافی روایت های آخرش روایت های ضعیف و جعلی است بنابر دلایل خودشون. در آخرش هم گفته که بله حالا برای اینکه ناراحت نشن مسلمان ها به حکم آل داوود و حکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم حکم میکنه و یتلقانا به روح القدس. اینجا میگه که روح القدس طبعا میدونید که همون ثالوثی که مسیحیت بهش اعتقاد داره، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس، و حالا در نزد مسلمان ها روح القدس به معنی جبرئیل در بعضی روایات اومده و اگر به معنی جبرئیل باشه که واویلا اینا وحی نازل میشه در اون زمان به امام زمان و به ائمه توسط روح القدس و این ادعای به اصطلاح پیامبری هست و انکار ختم نبوت هست، و اگر که منظور از همون روح القدس مسیحیت باشه که دیگه این از اون بدتر. این در کتاب اصول کافی این روایت اومده. از شباهت هایی که به اصطلاح این امام زمان با همون
مسیح دجال یهودیت داره. در کتاب بهار الانوار اگر دوستان نشون بدن، این کتاب بهار الانوار هست. در اینجا در صفحه 428 در پایان صفحه ما روایتی رو داریم. در اینجا میگه که وقتی که اجازه داده بشه برای امام، وقتی ظهورش نزدیک بشه، از ابا عبدالله اینو روایت کردن، در اینجا الله سبحانه و تعالی امام رو به اسم العبرانی، به اسم عبریش، عبرانی زبان اسرائیلی ها امروز، زبان بنی اسرائیل، الله سبحانه و تعالی امام زمان رو به اسم عبرانی صدا میکنه. حالا من نمیدونم که از عربی و فارسی و این زبان هایی که امروز مسلمان ها باش صحبت میکنن چه بدی دیدن که به اسم عبرانیش صدا میکنه. روایت بعدی هم از کتاب بهار الانوار است. دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب بهار الانوار، اینجا هم روایاتی است که همه دلالت میکنه به این که وقتی امام زمان ظهور میکنه به حکم آل داوود حکم میکنه. اینجا یحکم به حکم داوود و آل داوود لا یسأل الناس بینه، جلد 52 صفحه 319. همچنین اینجا از امام میپرسن که به چی چیز حکم میکنه، میگه به حکم آل داوود. همچنین در اینجا اذا قام قائم آل محمد حکم به حکم داوود و سلیمان، و در روایت بعدی هم همچنین. این روایت ها همه دلالت بر این میکنه که این امام زمان وقتی که ظهور بکنه به حکم بنی اسرائیل حکم میکنه. روایت بعدی هم همینه، صفحه 411 74 یحکم بین الناس به حکم آل داوود و سلیمان. روایت بعدی هم همینه. در اینجا یک سری مسائل دیگه هم اضافه است که وقتی که بیاد 500 تا گردن قریش رو میزنه، مسجد الحرام رو خراب میکنه و دین جدید میاره و بین مردم به حکم آل داوود حکم میکنه و به کوفه میره و اونجا 4 تا مسجد رو خراب میکنه و هر مسجدی که به اصطلاح بالکنی داشته باشه خرابش میکنه. و همچنین این هم نمونه دیگری از جنایات این امام زمان هست که البته این فصل کاملی رو در این مورد صحبت خواهیم کرد. در روایت 85 میگه که اذا قام قائم آل محمد ضرب فساتیت لمن يعلم الناس القرآن. میگه که خیمه ها رو میزنه تا به مردم قرآن رو یاد بده. علی ما انزل الله جل جلاله، همان گونه که بر الله سبحانه و تعالی نازل کرده. قرآن رو همونطوری به مردم یاد میده که الله سبحانه و تعالی نازل کرده. فاصعب ما یکون علی من حفظ ولیم لانه یخالف فی التألیف. پس بسیار سخت خواهد بود در اون زمان حفظ کردن قرآن برای کسانی که امروز قرآن رو حفظ دارن. قاریانی که امروز شیعیانی که قرآن رو حفظ دارن متوجه باشن که در زمان امام زمان ظهور بکنه برای اونا بسیار مشکل خواهد بود که قرآن رو دوباره حفظ بکنن آنطوری که امام زمان بهشون یاد میده، چون امام زمان طوری قرآن یاد میده که یخالف فی التألیف، از این تألیفی که امروز مسلمان ها دارن مخالف این قرآن رو امام زمان یاد میده. روایت بعدی هم در همین کتاب بهار الانوار صفحه 413 هم همین است که اذا قام قائم آل محمد حکم بین الناس به حکم داوود. روایت های بعدی هم تقریبا در همین معناست و این هم از کتاب بهار الانوارش. این کتاب بهار الانوار هست، جلد دیگرش جلد 26. در اینجا هم در روایت 155 صفحه 429 همین مسئله رو آورده که مهدی به اصطلاح قانون اساسی
داوود و سلیمان به اصطلاح حکم میکنه، یقضی به قضاء داوود، حکم داوود و سلیمان بین مردم قضاوت میکنه. اینم از بهار الانوارش. روایت بعدی رو هم از وسایل شیعه خدمتون، من کتاب‌های معروف رو انتخاب کردم. این کتاب وسایل شیعه هست، اینم صفحه بعدش، اینم همین روایت، حدیث شماره 33661 صفحه 506، همون روایت ابو عبدالله که به دروغ به ایشون نسبت دادن که دنیا تمام نمیشه مگر اینکه شخصی از ما بیاد که حکم میکنه به حکم حکومت آل داوود و از مردم بیینه نمیخواد، برای هر کسی حقش رو میده. اینم از کتاب وسائل شیعه. این که گفتیم که امام زمان رو به اسم عبرانی صدا میزنه، این روایت خیلی جالبه. نمیدونم این همه مطالبی که ما در دین مبین اسلام داریم، قرآن کریم همه به زبان عربی هست، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زبان عربی به اصطلاح حکومت کردن در بین مردم و اسلام به زبان عربی به سراسر دنیا رسیده، اما چون کینه یهودیت پایان نداره و خواستن همون مجد و عظمت یهودیت رو که در جزیره العرب داشتن، در مکه و مدینه داشتن قبل از اسلام، دوباره زنده بکنن، چیز به اصطلاح بهتر از امام زمان پیدا نکردن که این رو به خودشون نسبت بدن و مطالبی رو در مورد این شخص جلب بکنن. این از کتاب الغیبه نعمانی هست، یکی از کتب معروف اینا که در مورد امام زمان نوشته شده. صفحه بعدش ابن ابی زینب نعمانی دارالجوادین این رو چاپ کرده در صفحه 326 کتاب الغیبه. در اینجا میگه که قال ابو عبدالله اذا اذن الامام دعا الله به اسم العبرانی، وقتی که اجازه ظهور داده شد امام رو الله سبحانه و تعالی به اسم عبرانیش صدا میکنه. بله. و همچنین در همین کتاب در صفحه 326 صفحه 327 همین مطالب اومده. جزاکم الله خیر دوستان. در بهار الانوار هم همین روایت در جلدهای دیگرش هست، جلد 51 و 52 که با هم هست. در اینجا در روایت 153 که وقتی که اجازه داده شد به امام، الله سبحانه و تعالی اونو چیکار میکنه؟ به اسم عبرانیش صدا میکنه. این هم از این روایت. و در تفسیر عیاشی، یکی از تفاسیر معروف اینها، دوستان عزیز اگر نشون بدن، در جلد اول تفسیر العیاشی، این هم در بیروت چاپ شده، در روایت 119 میگه که وقتی اجازه ظهور داده شد به امام، الله سبحانه و تعالی به اسم عبرانیش صدا میکنه. این هم از این روایت دوستان عزیز اگر نشون بدن. و روایت متعددی در این مورد است، به همین اندازه اکتفا میکنیم که البته میگن که این امام زمان دین جدید میاره، کتاب جدید میاره. این از کتاب الغیبه است دوستان عزیز اگر نشون بدن، محمد ابن ابراهیم النعمانی وقتی که قائم قیام میکنه، امر جدید، کتاب جدید، قضاء جدید، علی العرب شدید، بر عرب‌ها شدید است، لیس شأنه الا السیف، بدون شمشیر با چیز دیگه حرف نمیزنه، فقط شمشیر است، در بین مردم حکومت میکنه. و همچنین این روایت هم از کتاب اصول کافی است که اینو یک بار نشون دادم. این از چاپ دیگری است همین مطلب رو که بابی کامل در این مورد زدن که امام زمان به حکم داوود و آل داوود حکم میکنه. این شد از حکومتش رو و زبان رسمیشون. به اصطلاح در هر حکومتی یک زبان رسمی است. در حکومت امام زمان
مدعیان دروغین تشیع زبان رسمی زبان عبرانی است. اما در مورد قرآن، امروز قرآن معجزه جاویدان الهی است که این امام زمان چه بلایی سر این قرآن میاره. ما از کتاب بهار الانوار خدمتتون نشون میدیم. دوستان عزیز اگر اینو نشون بدن، این کتاب بهار الانوار هست. در اینجا همون روایتی که خدمتتون نشون دادم و اینجا هم خرابکاریایی که امام زمان میکنه در مکه و مدینه. در اینجا در صفحه 426 دوستان عزیز نشون بدن روایت 139 میگه که قال امیر المؤمنین علی علیه السلام گفت که كأني انظر الى شيعتنا بمسجد كوفة وقد ضربوا فساطيط يعلمون الناس القرآن كما انزل اما ان قائمنا اذا قام وكسر وسوي القبله. و میگه که انگار من دارم میبینم شیعیان خودم را در مسجد کوفه که خیمه ها رو زدن و مردم رو قرآن جدید یاد میدن آنگونه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده. و اینکه اذا قام و کسر منظور از شکستن اینجا شکستن مسجد پیامبر و شکستن مسجد الحرام است که بعداً خدمتتون بیان میکنیم و که قبله هم درست میکنه، یعنی کلا قبله مسلمان ها رو از کعبه تغییر میده. این رو انشالله در اثنای برنامه من نشون میدم مدارکش رو. و جالب است این روایت، خیلی روایت خنده‌دار و جالبی است، روایت 141 همین صفحه که این روایت هم تهمت بستن به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. میگه کأنی بالعجم فساطیتهم فی مسجد الکوفه یعلمون الناس القرآن کما انزل. میگه که من عجم رو، یعنی غیر عرب رو، فارسی زبان ها رو بیشتر بهشون اطلاق میشه، که خیمه هاشون رو در مسجد کوفه زدن و مردم رو قرآن یاد میدن کما انزل، آنطوری که نازل شده هست. قلت یا امیر المؤمنین اولیس هو کما انزل، آیا این قرآنی که دست ماست همان گونه نیست که نازل شده؟ ببینیم که جواب چی است. فقال لا، گفت که نخیر اینطوری نیست. میگه که پاک شده از این قرآن. چی است ادامه در صفحه 427 70 من قریش بی اسمائهم و اسماء آبائهم، اسم بیش از 70 تن از قریش و اسم پدرانشون پاک شده. و این اسم ابو لهب هم که تبت ید ابی لهب، این هم که نگذاشتن مگر برای اینکه به اصطلاح یک نوع اذیتی برسانن به پیامبر، به خاطر اینکه او عموی پیامبر بود. این از قرآنی که این امام زمان چه بلایی سرش میاره در زمانی که ظهور میکنه. و در مورد قرآن و عرب و دشمنی که این امام زمان با اونا داره مطالب زیاد هست. من دوستان عزیز اگر اینو نشون بدن، الانوار النعمانیه از نعمت الله جزایری، اینم شناسنامش، و اینم صفحه 66 از امیرالمؤمنین روایت است که كأني انظر الى الشيعة قد بنوا خيام بمسجد كوفة وجلسوا يعلمون القرآن الجديد للناس واذا بعث المهدي عليه السلام واليا الى بلاد يقول ان كتابك في كفك فاذا ورد عليك حكم لم تعرف حكم الله فيه انظر الى كفك. یه چیز عجیب و غریب به اصطلاح جادوگریایی که امام زمان میکنه در اون زمان. میگه که امیرالمؤمنین میگه که انگار که من دارم شیعیان رو میبینم که در مسجد کوفه نشستن و مردم رو قرآن یاد میدن و امام زمان وقتی والیانش رو به کشورهای مختلف میفرسته و همراه اینا کتابی میفرسته که این کتاب به اصطلاح انگار در کف دست اوناست. اگر که مسئله ای رو نفهمیدن که حکم الله در اون مسئله چی است، به کف دستشون نگاه میکنن، حکم این قضیه در کف دستشون نوشته میشه. اینم از جادوگری‌های امام زمان در آخر از زمان هست. کتاب
الزام الناسب دوستان عزیز نشون بدن. این کتاب الزام الناسب جلد اول، اینم صفحه کتاب و اینم صفحه 477. صفحه 477. ظهور، یعنی از علامات قیامت این است که ظهور مصحف علی علیه السلام الذي جمعه بعد وفات النبی كما في اخبار زمان ظهوره عن علي عليه السلام في غيبة النعمان يقول كأني بالعجم فسطيت في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل. قيل يا أمير المؤمنين أوليس هو كما أنزل؟ قال لا، مهي عنه 70 من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وما ترك اسم أبي لهب إلا ازدراء للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. میگه که در اون زمان اون مصحفی که علی ابن ابی طالب نوشته بود و آورد پیش ابوبکر و عمر که این مصحف اصلی هست، قرآن اصلی، گفتن نه نه نه، ما قرآن تو رو لازم نداریم و خودشون قرآن برای خودشون درست کردن. این قرآن هم از علی گرفت برد و حتی در دوران حکومت و خلافت خودش هم این قرآن رو نیاورد و مردم رو در گمراهی و ضلالت نگه داشت. این قرآن همینطور دست به دست شد تا به امام زمان رسید، اونم قرآن رو گرفت و فرار کرد و در آخر زمان میاد همین قرآن رو به مردم یاد میده. اینم از کتاب الزام الناسب که خدمتتون نشون دادیم. در همین کتاب الزام الناسب روایت بعدی هم روایت جالبی است، دوستان عزیز نشون بدن. این شیخ علی آیری است. در اینجا در صفحه 127 جلد 2 از جمله صفات امام زمان این است که یبایع الناس علی کتاب جدید، با کتاب جدید، یعنی قرآن جدید و کتاب جدید میاره با مردم، بر اساس اون بیعت میکنه. علی عرب شدید، بر عرب شدید است. قال و ویل للعرب من شر قد اقترب، وای به آل عرب ها از این شری که به اونها نزدیک میشه. جزاکم الله خیر دوستان عزیز. روایت بعدی بازم از کتاب الغیبه نعمانی است. این کتاب الغیبه است. در این باب 11 یبایع الناس على کتاب جدید و على عرب شدید و قال ویل للطغاة العرب من شر قد اقترب. با مردم بیعت میکنه امام زمان بر کتابی جدید و این شدید هست بر عرب ها. اینم از کتاب المسائل السراویه از شیخ مفیدشون. صفحه بعدش اینم شناسنامه کتاب. در اینجا هم در مورد این کتاب میگه که در این کتاب این قرآن کتاب الله سبحانه و تعالی است و در این کتاب میگه بعضی از زیادات و نقصان هست که برای این مسئله خیلی جالب است. این بابی رو زده صیانت القرآن من التحریف، قرآن از تحریف مسئول است. وقتی این باب رو میخونید واقعا خوشحال میشید که عجب آدم مفیدی بوده این شیخ مفید، در حالی که وقتی وارد این باب میشید مضر بودن این انسان براتون ثابت میشه. در اینجا سوال شده که این قرآن که هست ها یا همین که اهو ما بین الدفتین، در بین همین دو جلدی که قرآن وجود داره، در بین الذی فی ایدی الناس، در بین دستان مردمان هست، هل ضاع مما انزل الله تعالی علی نبی منه شیء ام لا؟ آیا چیزی از این کم شده، از بین رفته از این قرآن؟ و هل هو ما جمع امیر المؤمنین علیه السلام هم ما جمع عثمان ابن عفان علی ما یذکره المخالفون؟ میگه که این قرآن هم قرآنی است که امیرالمؤمنین جمع کرده بود یا قرآنی است که عثمان جمع کرده آنچنان که اهل سنت یا مخالفین میگن؟ جواب گفته شکی نیست
ان الذي بین الدفتین من القرآن جمیعه کلام الله تعالی. این چیزی که در این قرآن هست همش کلام الله هست و تنزیله از طرف الله نازل شده و لیس فیه شیء من کلام البشر. در این چیزی از کلام بشر نیست و هو جمهور المنزل. این همون چیزی است که نازل شده. و الباقی مما انزله الله تعالی، و باقی مانده این چیزایی که الله سبحانه و تعالی نازل کرده عند المستحفظ للشریعه، در نزد کسی است که حافظ شریعت است. المستودع به اصطلاح انبار یا خزینه به اصطلاح، یا جایی که در اونجا احکام جمع میشه. لم یزع منه شیء، چیزی را از اون به اصطلاح کم نکرده، گم نکرده، از بین نبرده. ببینید با وجود اینکه میگه این قرآنی که فعلا هست، همون یعنی این آیاتی که وجود داره، سوره‌ای که وجود داره، آن چیزی است که نازل شده، اما اون قرآن اصلی که کامل هست و نقصان و مشکلی نداره، اون پیش امام زمان است که مستودع الاحکام حفظ کرده اونجا. در اینجا در ادامه همین مطلب میگه که و ان کان الذي جمع ما بین الدفتین الان لم یجعله فی جمله ما جمع لاسباب. میگه کسی که قرآن رو جمع کرده الان، یعنی حضرت عثمان و صحابه، اینو همه چیز رو در این قرآن جمع نکرده، سبب هایی داشته. دعته الى ذلك منها، بعضی از اسبابی که او این کارو کرده، اولش قصور عن معرفت بعده، بعضی از این آیات ها رو اصلا نمیدونسته که این آیه قرآن هست یا نیست. و منها شکه فیه و عدم تیقنه، بعضی چیزا رو شک داشته که آیا از قرآن هست یا نیست. و منها ما تعمد اخراجه منه، بعضی از چیزا رو عمدن از قرآن برداشته عثمان رضی الله تعالی عنه. و قد جمع امیر المؤمنین علیه السلام قرآن المنزل من اوله الى آخره و علفه بحسب ما وجب من تألیفه. قرآن اصلی رو امیر المؤمنین از اول تا آخرش آنطوری که باید و شاید جمع کرده و تألیف کرده. و فقدم المکی علی المدنی، مکی رو بر مدنی مقدم دانسته. و منسوخ علی الناسخ، منسوخ رو بر ناسخ. و وضع کل شیء منه فی محلی، هر چیز رو در جای خودش قرار داده. فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق علیهم السلام، به همین دلیل که امام جعفر بن محمد صادق علیهم السلام میگه که اما والله لو قرئ القرآن كما انزل لألفیتمونا فیه مسمین کما سمی من کان قبلنا. میگه اگر این قرآن همانطوری که الله سبحانه و تعالی نازل کرده بود همانطور ما برای شما بخوانیم یا خوانده شود، شما هم ما رو به همون اسمایی مسما میکنید که کسانی که قبل از ما بودن با آن مسما شده بودن. یعنی امام جعفر صادق هم میترسه از اینکه این قرآن اصل رو بیاره و برای مردم بخونه. این صفحه 79 بود دوستان عزیز اگر نشون بدن. در صفحه 80 روایت دیگری است. و قال علیه السلام، و امام جعفر صادق علیه السلام اضافه یعنی دروغ بستن به ایشون که ایشون گفته باشن نزل القرآن اربعه اربعین، قرآن در 4 قسمت نازل شده. ربع فینا، یک ربع قرآن در مورد ما، ربع فی عدونا، ربع قرآن در مورد دشمنای ما، ربع سنن و امثال، ربعش سنن و امثال است، و ربع فرائض و احکام، و ربع دیگرش فرائض و احکام است. ولنا اهل بیت الکرائم القرآن، چیزایی به اصطلاح کرائمی که در قرآن وجود داره از اهل بیت است. و در فصل بعدیش هم فصل جالبی است. اینم آقای مفید خیلی مفید بوده برای این شعار وحدتی که امروز در ایران داده میشه. فصلی گذاشته در کتابش لزوم التقید بما بین الدفتین، لازم است که ما مقید باشیم به همین قرآنی که امروز در بین دو جد به اصطلاح در بین مسلمان ها است. دلیلش چیه؟ در اینجا میگه که ان ائمتنا علیهم السلام انهم امروا بقراءه ما بین الدفتین، ائمه ما علیهم السلام به ما امر کردن که همین قرآنی که امروز عثمان درست کرده به اصطلاح همین رو بخوانن. و ان لا يتعداه الى زیاده فيه ولا نقصان منه حتى يقوم قائم علیه السلام، میگه که
یعنی از حد نگذرن، چیزی رو زیاد و کم نکنن از این قرآن تا وقتی که یقوم القائم علیه السلام، وقتی که امام زمان علیه السلام قیام بکنه. بعد ایشون چیکار میکنه؟ فیقرأ الناس القرآن على ما انزله الله تعالی و جمعه امیر المؤمنین علیه السلام. امام زمان که اومد این قرآن رو همان گونه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده بود و امیر المؤمنین جمع کرده بود میاد و برای مردم میخوانه. اینم از این روایت در کتاب شیخ مفید. در بهارالانوار هم همین روایت ها وجود داره. در اینجا میگه که ما میبینم که امام به اصطلاح زمان میاد و با مردم یبعث الناس علی کتاب جدید و علی العرب شدید، کتاب جدیدی رو میاره و با مردم بر اون اساس بیعت میکنه. در صفحه 386 جلد 52 بهارالانوار. این از کتاب بهارالانوار. اینم کتاب دیگری هست از کتب شیعه، الغیبه است، که امام زمان میاد و با امر جدید، دین جدید، کتاب جدید و قضاء جدید علی العرب شدید، بین او و بین عرب ها فقط شمشیر است که حکم میکنه. اینم در مورد قرآن و زبان عربی که این امام زمان چه بلایی به سرش میاره. اما اینکه این امام زمان چه کشت و کشتاری رو را میاندازه، این مسئله است که واقعا یعنی دردناکه. قبل از اون ما یک سری بزنیم به حرمین شریفین که امام زمان با مدینه منوره و مکه مکرمه چیکار میکنه. من خیلی سریع این روایات رو به خاطر اینکه موضوع طولانی نشه، این کتاب الغیبه است که ابی عبدالله میگه که امام قائم که اومد مسجد الحرام رو خراب میکنه حتی یرد الی اساس، تا برگردونه به اساسش. البته اینو تعریف میکنن که اساسش همون اساسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوان، اما دروغ میگن. اساسش اینه که جایی که اینجا مکه هست فعلا اون قبله مسلمان ها نیست، باید به جای دیگری منتقل بشه که روایت رو انشالله نشون میدم. و مسجد رسول صلی الله علیه و سلم الی اساسش برمیگردونه. اونم جالب از در یکی از روایت های امروز داشتم نگاه میکردم، انشالله نشونتون بدم. میگه که یک از به اصطلاح شاخ و برگ درختان یک عریشی سایبانی میسازه، همونطوری که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده مسجد رو. و دستان بنی شیبه رو که سراغ کعبه هستن قطع میکنه و به کعبه آویزان میکنه. شما تصور بکنین این کعبه رو دست‌های آدم‌ها بریده شده به دور کعبه آویزان و حجاج محترم ایرانی هم دارن اونجا طواف میکنن. این کاری است که امام زمان در آخر الزمان میاد انجام میده. اینم کتاب بهارالانوارشون هست، باب 28. این امام زمان که میاد چی کارایی انجام میده. در این روایت مفضل که معروف هست در صفحه 10 جلد 53، در اینجا میگه از امام میپرسن که با خانه چی کار میکنه، یعنی با بیت الله الحرام. میگه که چنان خرابش میکنه که مگر به اصطلاح 4 ستون چیز دیگر رو باقی نمیذاره، همونطوری که در زمان آدم علیه السلام ساخته شده، همونطوری که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل اونو بلند کرده. و در اینجا همه این خرابکاری‌ها که امام زمان انجام میده، اینا به اصطلاح زمین سازی برای ساختن کجاست؟ ساختن کوفه. چون قبله رو میخوان به کوفه انتقال بدن. در اینجا میگه که قال المفضل قلت یا سیدی فاین تکون دار المهدی. خب کعبه رو که خراب میکنه، مکه و مدینه رو خراب میکنه، به خاک و خون میکشه، پس این خونش کجاست؟ این خانه خراب کجا زندگی میکنه؟ میگه که فاین تکون دار المهدی و مجتمع المؤمنین، جایی که مؤمنین و مهدی جمع میشن کجاست؟ قال دار و ملکه الکوفه، جای پادشاهیش، جای مملکتش کوفه خواهد بود. و مجلس حکمه جامعها،
مسجد جامع کوفه هم مجلس حکمش خواهد بود که اونجا بین مردم به اصطلاح دادگستری میکنه. و بیت ماله و مقسم غنائم المسلمین مسجد السهله. این مسجد سهل هم در اونجا که بیت المال مسلمین رو تقسیم میکنن بین خودشون. این هم از آماده ساختن به اصطلاح کوفه برای اینکه مرکز حکومتش باشه و مکه و مدینه رو به اصطلاح خراب میکنه. بعدم میریم سراغ شیخ مفیدشون دوستان عزیز، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد. در این قسمت جلد دوم روایت صفحه 385 میگه که از ابوبصیر روایت میکنه که این ابوبصیر هم ابوبصیری است که ارتباط نزدیکی با به اصطلاح سگ‌ها داشتن. یکی از روات معروف شیعه است که هر جایی که میرفتن یک سگی میرفت و به صورت ایشون ادرار میکرد. این از امام جعفر ابی جعفر نقل میکنه که وقتی که قائم آل محمد میاد علیه السلام به طرف کوفه میره و 4 تا مسجد رو در اونجا خراب میکنه و هیچ مسجدی رو در روی زمین که بالکن داشته باشه یا شرف داشته باشه نمیذاره مگر اینکه اونو خراب بکنه و به خاک یکسان بکنه. دیگه کار شهرداری رو ایشون انجام میده، راه ها رو باز میکنه و هر کسی مثلا چیزی از خونش به طرف خیابان باشه اونو میشکنه، از بین میبره و کارهای دیگری که فعلا شهرداری ها انجام میدن اما در اون زمان امام زمان این کارا رو انجام میده. در الحدائق الناظره دوستان عزیز نشون بدن، این کتاب الحدائق الناظره فی احکام العطرة الطاهره از یوسف بهرانی، در اینجا هم در صفحه 281 در اینجا میگه که هیچ اگر امام زمان ظهور کرد در روی زمین مسجدی رو نمیذاره مگر اینکه آن را خراب بکنه و به خاک یکسان بکنه. لم یبقى مسجد على الارض له شرف الا هدمها و جعل جمعا. مساجدی رو که به اصطلاح بالکن داشته باشه یا شرف داشته باشه اون رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه و به خاک یکسان میکنه. این از کارهای دیگری که امام زمان انجام میده. وسایل شیعه همین روایت ها رو داره. وسایل شیعه فی الى تحصیل مسائل شریعه از حر آملی، این مطلب در اینجا هم هست. در روایت 32295 که مکه میره کوفه میره و اونجا 4 تا مسجد رو خراب میکنه و هیچ مسجد رو در روی زمین نمیمانه که بالکنایی داشته باشه الا هدمها و جعلها جما. نمیدونم که چه دشمنی داره با این مساجد امام زمان. تشکری میکنم از دوستان عزیز. و روایت بعدی در مورد خراب کردن مساجد، این روایت رو هم اگر دوستان لطف کنن نشون بدن. بحار الانوار میره در کوفه، در اونجا مسجدی درست میکنه که 1000 تا در داره و میاد و مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو خراب میکنه و یرد البیت الی موضعه، خانه رو به جای اولیش برمیگردونه به جایی که باید باشه. و اقام و علی اساسی، و اونو بر اون اساسات اصلیش بنا میکنه. و قطع اید بنی شیبه السراق، و دسته قوم بنی شیبه رو که فعلا کلیدداران کعبه هستن رو قطع میکنه. و علق علی الکعبه، و بر کعبه آویزان میکنه. و در همین باب ما روایات دیگری هم داریم دوستان عزیز اگر نشون بدن. اینجا هم همین روایاتی هست که مسجد الحرام رو خراب میکنه، مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خراب میکنه، بین مردم به حکم آل داوود حکم میکنه. اینا همه روایاتی هست که آوردن. و همچنین اینجا به مردم در مسجد گفته قرآن جدید میآموزانه. این روایت هایی است که در این جلد 52 بحار الانوار اومده. این روایت بعدی هست دوستان عزیز اگر لطف کنن نشون بدن. اینم بحار الانوار، اینم صفحه بعدیش. در اینجا در مورد اهل مدینه
روایت جالبی رو داره، روایت 24. امام زمان که میاد یقتل القائم علیه السلام من اهل المدینه حتی ینتهی الى الاجفر، چنان قتل عام میکنه مردم مدینه رو تا منطقه به نام اجفر میرسه. و یصیب مجاعه شدیده، و یک نوع به اصطلاح گرسنگی شدیدی، قحطسالی شدیدی میرسه. خب این میاد همه رو از دم میکشه این خونخوار. حتی مردم میان و به اصطلاح ریشه های درخت رو سعی میکنن که بخورن. این هم از قتل عامی که در مدینه منوره و در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این خونخوار جانی انجام میده. گفتم که همه این مسائل به خاطر این است که کوفه مرکز به اصطلاح پایتخت امام میشه و در اونجا مسجد میسازه. و این روایت خیلی جالب از دوستان عزیز اگر نشون بدن، بحارالانوار این جلد کتاب، در اینجا روایت جالبی وجود داره که اذا قام قائمنا اشرقت الارض بنور ربها، یعنی ربها یعنی امامها. کلیپش شاید به یاد داشته باشید که ما بارها پخش کردیم که اگر قائم ما ظهور بکنه، دنیا به نور ربش یا پروردگارش روشن میشه. و استغنى العباد من ضوء الشمس، و مردم بی‌نیاز میشن از روشنی آفتاب. و یعمر رجل فی ملکی حتی یولد 1000 ذکر، و مردها انقدر عمر میکنن در حکومت امام زمان که تا اینکه خدا به اصطلاح تا اینکه 1000 تا فرزند پسر به اونها داده بشه. لا یولد فیهم انثی، در بین اونها دختری به دنیا نمیاد. این امام زمان نجات پرست فقط 1000 تا بچه میده به مردم، یک دخترم نمیده. و یبنی فی ظهر الکوفه مسجدا له 1000 باب، و در پشت کوفه به اصطلاح مسجدی میسازه که 1000 تا در داره. و یتصل بیوت کوفه به نهر کربلا، و خانه‌های مردم کوفه به نهر کربلا میرسه. این از به اصطلاح این مسجدی که میسازه. در روایت بعدی در همین کتاب بحارالانوار، دوستان عزیز اگر نشون بدن، در صفحه 411 میگه که سمعت ابا عبدالله یقول اذا قام قائم آل محمد بنى في ظهر الكوفه مسجدا له 1000 باب و اتصلت بیوت الكوفه به نهر کربلا. اگر قائم آل محمد ظهور بکنه در کوفه مسجدی میسازه که 1000 تا در داره و خانه های کوفه به نهر کربلا متصل میشه. روایت ها زیاده در این مورد. اگر من بخوام نشون بدم خدمتتون، حتی این دوستان عزیز اگر نشون بدن، این بحارالانوار هست، در اینجا هم همین روایت اومده که مسجد میسازن که در اونجا 12000 باب، در اینجا مسجدی است در کوفه که 12000 در برای این مسجد میسازن. خب همه این روایت ها، اینم از الارشاد مفید، دوستان عزیز اگر نشون بدن، الارشاد، این روایت هم در اینجا هم آورده شده که در کوفه مسجدی میسازه که 1000 باب داره. همه این اعمالی که انجام میده فقط به خاطر اینه که قبله مسلمان ها و کعبه معظمه رو به کوفه انتقال بده. تا اینجا شاید که دوستان میگفتن که خب پیامبر صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه فرمودن که اگر مردم تازه مسلمان نمی بودن، قوم تو در مکه مسجد الحرام رو به اصطلاح کعبه معظمه رو به اساسش برمیگردوندن، یعنی بر همون حدودی که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام ساخته بودن. و امام زمان هم همین کارو میخواد بکنه. اما این دروغی است که برای فریب دادن مسلمان ها مدعیان دروغین تشیع این رو در بین مردم اظهار میکنن. حقیقت چیز دیگه است. حقیقت اینه که میخوان به اصطلاح قبله مسلمان ها رو به اون طرف انتقال بدن، به کوفه. این کتاب الوافی است از
محمد محسن فیض کاشانی این کتاب رو نوشته. در اصفهان هم این کتاب چاپ شده. این شناسنامه این کتاب هست. در چاپخانه رسول قم المقدسه. در اینجا روایت صفحه 1447، این روایت 1447 میبخشید صفحه 1447 و اینم روایت 14502. در اینجا روایت طولانی هست که یک روزی امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود، گفت یا اهل کوفه، الله سبحانه و تعالی شما رو بسیار دوست داره، بما لم يحب به احدا، دوستی که هیچ کسی رو اینطوری دوست نداره. میگه مصلاکم بیت آدم، این مسجد شما یا جایی که شما نماز میخوانید خانه آدم و بیت نوح و بیت ادریس و مصلا ابراهیم الخلیل و مصلا اخی الخضر علیه السلام و مصلای و جای نماز من هست و این مسجدکم هذا لأحد اربع المساجد التي اختارها الله تعالی لأهلها و کأنی به قد اوتی یوم القیامة فی ثوبین ابیضین یشبه بالمحرم. این مسجد کوفه رو میگه انگار که من دارم میبینم که در روز قیامت مثل یک محرمی که دو لباس سفید پوشیده آوردن. و یشفع لأهله، یعنی اشاره به این است که حج به اونجا به اصطلاح نقل پیدا میکنه. ولمن یصلی فیه فلا ترد شفاعته، این شفاعت میشه برای اهل این مسجد و برای کسی که در اینجا نماز خوانده و کسی که در اینجا نماز خوانده و برای اهل این مسجد شفاعتشون رد نمیشه. ولا تذهب الایام، و روزها نمیگذره مگر اینکه واللیالی و شبها حتی ینسب الحجر الاسود فیه، روزها و شبها نمیگذره مگر اینکه حجر الاسود رو در اینجا نصب میکنن. ولیأتین علیه زمان، که و زمانی میاد که یکون مصلی المهدی، اینجا محل نمازخانه مهدی خواهد بود. و من ولدی و مصلی کل مؤمن ولا یبقى علی الارض مؤمن الا کان به او حن قلبه الیه فلا تهجروه و تقربوا. میگه که مؤمنی در دنیا باقی نمیمونه مگر اینکه شوق و اشتیاق به اصطلاح هجرت یا رفتن به سوی این مسجد در دلش ایجاد میشه. همون شوق اشتیاقی که امروز در دل مردم برای رفتن به بیت الله الحرام وجود داره به طرف این مسجد میشه. و در صفحه بعدی ادامه همین روایت، شوق اشتیاق مردم به سوی الله سبحانه و تعالی و برای نماز خواندن در این مسجد زیاد میشه. و ارغبوا الیه فی قضاء حوائجهم، و رغبت پیدا میکنن به سوی این مسجد برن. برای چی؟ برای اینکه حاجت هاشون برآورده بشه. فلو یعلم الناس ما فیه من البرکه لاتوه من اقطار الارض ولو هبوا علی الثلج. اگر که مردم میدونستن که چه برکتی داره این مسجد، از چهار طرف زمین ولو 4 دست و پا بر روی برف به سوی این مسجد می اومدن. آیا این امام زمان نمیخواد قبله رو عوض بکنه؟ هنوزم بیان علمای شیعه بگن نه والله این مسجد رو که خراب میکنه، مسجد الحرام رو میخواد بر همون اساس اولیش برگردانه. این از تغییر دادن قبله به سوی کوفه توسط امام زمان. این یک روایت این امام نجات پرست رو ببینید دوستان عزیز، اگر لطف کنن این روایت رو نشون بدن. این بهار الانوار در اینجا در صفحه 409 در باب الامام الثانی عشر در اینجا میگه که وقتی که قائم آل محمد بیاد داخل کوفه میشه و 4 مسجد رو در اونجا خراب میکنه و هر مسجدی که در راه باشه خراب میکنه و
و به شهر کابل شاه میره. حالا نمیدونم این شهر کابل شاه در کجا هست، خدا کنه که این کابل افغانستان نباشه که این خبر بدی است برای اهل کابل. اونجا رو همه رو قتل عام میکنه، کسی اونجا نمیذاره. بعد به طرف کوفه میره. بعد از اون در این روایت جالبه عن عبدالله علیه السلام، انه شاید ابو عبدالله باشه، انه قال اتق العرب فان لهم خبر سوء. از عرب بپرهیز که برای اونا خبر بدی دارم. اما انه لم یخرج مع القائم منهم واحدا، به امرای امام زمان از عرب یک نفری هم چی میشه؟ خارج نمیشه. این خبر بدی است که برای عرب ها داره امام زمان. و همچنین در کتاب روضة الواعظین، دوستان عزیز اگر نشون بدن، در کتاب روضة الواعظین هم همین مطلب اومده، تخریب کردن مسجد الحرام و اینکه به مردم قرآن جدید یاد میدن و همچنین قضیه حکم به حکم آل داوود که در کتاباشون اومده. و اینم روایت دیگری است از کتاب الغیبه نعمانی که در اینجا هم خراب کردن مسجد الحرام و مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو آوردن. این دشمنی این امام هست با شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و با مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و اینکه چطور این شخص میاد این در این دو شهر قتل عام میکنه و مردم این شهر رو میکشه. و گفتیم که در مدینه اون روایتی رو نشون دادیم که به اندازه قتل عام میکنه که دیگه به اصطلاح قتلسالی رخ میده در مدینه منوره. و این نیست مگر اینکه دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. جالب است اهل سنت بدونن که میگن ما روایتی داریم که دجال وقتی ظهور میکنه و به طرف مدینه حمله میکنه و نمیتونه وارد حرم بشه و شنیدم که در بعضی از روایات میگه چنان نابود میشه مانند نمک رو که در آب بریزید، در طعام بریزید، در غذا چطور ذوب میشه همونطوری ذوب میشه. جالب است که این داستان منو یاد اون روایتی انداخت که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح در صحیح امام بخاری روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که هیچ کس نیست که بر علیه مدینه سازش بکنه، بر علیه اهل مدینه سازش بکنه، با اونا دشمنی بکنه، علیه اونا توطئه بکنه، مگر اینکه الله سبحانه و تعالی اونو چنان ذوب میکنه مانند اینکه نمک در آب ذوب بشه. دقیقاً این یهودی زاده ها همون روایاتی رو که در مورد دجال هست گرفتن در مذهب شیعه آوردن، فقط اسمشو عوض کردن، از دجال عوض کردن به قائم آل محمد، فقط برای بدنام کردن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و برای بدنام کردن مهدی موعودی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای آمدنش بشارت داده بودند. و روایت های زیادی وجود داره در مورد این که آدمکشی و قتل و جنایتی که این امام به اصطلاح ساختگی اینو انجام میده. این روایت رو دوستان عزیز اگر نشون بدن، این کتاب الایقاظ من الهجعه از حر عاملی هست، الایقاظ من الهجعه، این هم شناسنامه کتاب که در ایران چاپ شده. در این روایت ببینید که این امام زمان که اینها ساختنش چه جنایاتی رو انجام میده.
میگه که در صفحه 252 اما لو قد قام قائمنا لقد ردت الیه الامیرا حتی یجلدها و حتی ینتقم لامه فاطمه منها. وقتی که امام زمان ظهور بکنه، همیرا رو، یعنی ام المؤمنین عایشه صدیقه رو که لقبشون همیرا هست، ایشون رو میارن تا ایشون حد بزنن و انتقام بگیرن، شلاق بزنن، یعنی انتقام بگیرن برای مادرشون فاطمه. قلت، می رای میگه گفتم جعلت فداک ولی من یجلدها، چرا شلاق میزنه؟ خب یه طور دیگه انتقام میگرفت. قال لفریتها علی ام ابراهیم، به خاطر تهمتی که به ام ابراهیم زده. چون روافض معتقد هستن که سوره نور در مورد ام ابراهیم نازل شده، همسر پیامبر و اصلا کنیز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که ابراهیم از ایشون به دنیا آمده، ماری قبطیه، و میگن این کسی که تهمت زنا زده بود به ماری قبطیه علیاذ بالله عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود. این به این دلیل این مطلب رو آوردن در کتاب هاشون. این از این کتاب. در بهارالانوار هم همین مطلب هست. دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب بهارالانوار از مجلسیشون، صفحه 398 روایت نهم، همین میگه که ابو جعفر یعنی امام محمد باقر میگه که اگر قائم امام زمان ظهور بکنه، همیرا رو برمیگردونن تا که به ایشون حد بزنه و برای دختر محمد فاطمه علیهم السلام چیکار بکنه؟ انتقام بگیره. و همچنین روایت بعدی جالبه، میگه که ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا رحمه، الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم را رحمت برای بشریت فرستاد. و بعث القائم علیه السلام نقمه، و قائم علیه السلام رو به اصطلاح بدبختی و مصیبت برای مردم فرستاده. امام زمان برای به اصطلاح ظلم، جنایت و برای کینه‌کشی این شخص میاد در آخر از زمان. این روایت دیگری هست از کتاب فروع الکافی و روضة الکافی، هر دوتاش در یک نسخه‌ای که ما در کتابخانه وصال حق داریم، جلد 6 تا جلد 8 کافی. در اینجا در صفحه 710 روایت 12274 فإن الله بعث محمدا رحمة و یبعث القائم نقمة. الله سبحانه و تعالی محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم رو رحمت فرستاده و قائم آل محمد یا همون امام زمان رو برای کینه کشی فرستاده. این روایت از روضة الکافی و اینم کتاب بهارالانوار هست. دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب بهارالانوار، اینجا روایتی هست در صفحه 440، روایت طولانی است که امام زمان میاد و چطور شمشیر میکشه و مردم رو میزنه و میگه که خلاصه شروطی برای مردم میذاره و کسی که از اسلام برگشته باشه، تا آخر که در مقابل دشمنان خود فیقتل الرجال و یبقى البطون حبالا، و مردها رو میکشه و شکمهای زنان حامله رو پاره میکنه. این امام زمانی است که این همه براش دعا میکنن که اللهم عجل لولیک الفرج.
و وقتی که امام زمان میگه خروج میکنه در این روایت 210 لم یکن بینه و بین العرب و الفرس الا السیف، بین امام زمان و عرب و فارس ها چیزی نیست مگر شمشیر، لا یاخذها الا بالسیف ولا یعطیها الا بالسیف، هر چی میگیره به شمشیر میگیره، به شمشیر میده. اینم بشارتی برای فارس ها. عرب ها که دیگه حرفشون خراب است، یعنی از اول که دشمنی داره این امام زمان، نمیدونم خودش از کدوم نسلی است که با عربا دشمنی داره، اما اینجا میگه که هم با عرب دشمنی داره و هم با فارسا. لم یکن بینه و بین العرب و الفرس الا السیف لا یاخذها الا بالسیف ولا یعطیها الا بالسیف، هر چی میگیره به شمشیر میگیره و هر چی هم که میده به شمشیر میده. اینم از این جنایتکار خوناشام. ما روایت های فراوانی داریم که یعنی واقعا جرم و جنایتی که این شخص انجام میده قابل وصف نیست. یعنی اینجا در کتاب بهار الانوار جزء 52 صفحه 400 دست بنی شیبه را قطع میکنه، دستاشون رو به کعبه آویزان میکنه، شدید است بر عرب ها. در اینجا میگه که علی ابن ابی طالب برای ایشون الجفر الابید بود، الجفر الابید یعنی جفر سفید، و برای امام زمان جفر الاحمر است، یعنی جفر سرخ قرمز، و هو الذبح و سربریدنه. امام زمان فقط کارش سربریدنه. و روایت های به اصطلاح مزخرفات دیگری هم در این باب دارن که اصلا قابل خوندن نیست از این امام زمان خیالی که در موردش میگن. حالا این روایت خیلی جالب و خنده‌دار بود برای من. دوستان عزیز اگر اینو نشون بدن بهار الانوار، این روایت در صفحه 432 هست. این روایت هم بخونم اینجا که میگه در کوفه مسجدی میسازه که در وسط این مسجد یک چشمه ای از روغن هست، چشمه ای از شیر هست، چشمه ای از آب هست و مؤمنین میان و از این چشمه ها برای خودشون ور میدارن و میبرن. اینم بشارت برای گرسنه‌های عراق. این اولین کاری که میگه ان اول قائم یقوم منا اهل البيت يحدثكم بحديث لا تتحملونه فتخرجون عليه برمیلت دستکره. حالا این کلمات قلمبه سلمبای بهار الانوار هست. فتقاتلونه فیقاتلوکم فیقتلکم، میگه که شما شیعیان حرفش رو به اصطلاح تحمل نمی کنید، بر مقابلش میخیزید و اون شما رو میکشه و شما اونو میکشید و در آخر اون شما رو میکشه. این هم یک قتل عامی از شیعیان میکنه امام زمان در آخر الزمان. روایت بعدی روایت خنده‌دار دیگری است، اینم از کتاب بهار الانوار. دوستان عزیز اگر نشون بدن، در اینجا در صفحه 431 در جلد 52 میگه وقتی که یکون شیعتنا فی دولت القائم سنان الارض و حکامها، دیگه در زمان امام زمان میگه شیعیان به اصطلاح حکام زمین هستن و همه کاره. یعطی کل رجل منهم قوت 40 رجلا، میگه هر مرد شیعه قوت 40 مرد رو خواهد داشت. القی الرعب فی قلوب شیعتنا من عدونا، میگه در دل دشمنانمون از شیعه یک رعب و وحشتی انداخته میشه. فاذا وقع امرنا و خرج مهدینا کان احدهم اجر من اللیس، اگر که مهدیمون بیاد و امام زمان منظور بکنه، این شیعیان چنان میدوان که از ببرم به اصطلاح تندتر. و عمدی من السنان، و از به اصطلاح گلولم تیزتر، از تیرم تیزتر. یتوعدون بقدمه و یقتله بکفه، دشمنانمون رو زیر پاهاشون میگیرن و خلاصه با کف دست یکی بزنن طرف میمیره. یعنی باشگاه‌های کاراته و کانفو و جودو و چیزا درست میکنه امام زمان، همه این شیعیان رو چنان به اصطلاح ورزشکار میشن که قوت 40 مرد رو میداشته باشن و با این کف دست میزنن طرف 40 تا ملق میزنه. یعنی خزعبلاتی که به اصطلاح دل خودشون رو خوش کردن که این صهیونیست دشمن بشریت در آخر الزمان میاد و این کارا رو انجام میده.
اینم روایتی که امام زمان میاد در بحار الانوار هست که میاد و میگه که قریش رو میاد قتل عام میکنه، 500 تا میاره. من روایتش براتون خونده بودم قبلا، هم اینجام هست در صفحه 418 جلد 53 و میگه که ما بقی بیننا و بین العرب الا الذبح. از ابو عبدالله روایت شده از امام جعفر صادق که بین ما و بین عرب مگر گردن زدن چیز دیگری باقی نمانده است. حالا من نمیدونم که این ابو عبدالله عرب هست یا نیست. بله، من فقط 2-3 مورد دیگه هم اینجا نشون میدم خدمتتون و بعد از اون انشالله ادامه مطلب رو اگر که فرصتی باقی بود در برنامه بعدی بیان میکنم. فقط 1-2 مورد که این امام زمان دشمنی که داره با صحابه و با امهات المؤمنین، این روایتی است که ابوبکر رو، این روایت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه رو، این در بحار الانوار است، دوستان نشون بدن در صفحه 217 اینجا میاد میگه که اولین محکمه‌ای که دایر میکنه امام زمان برای محسن ابن علی هست و قنفذ رو میاره و به اصطلاح اربابش رو و اونا رو به شلاق‌های از آتش میزنن که اگر یکی از این شلاق‌ها به بحر، یعنی به دریاهای بزرگ زده بشه، از شرق تا غربش به جوش میاد و اگر که بر کوههای دنیا زده بشه لذابتی حتی تسیر و رمادن، چنان کوهها تبدیل به خاکستر میشه و ذوب میشه. با این مثلا شلاق عمر رضی الله تعالی عنه رو میزنن. همچنین در مورد ابوبکر و عمر و عثمان در این روایت که حضرت علی اونا رو شکنجه میده در آخر الزمان، این صفحه 217 کتاب الفتن و المحن. و همین روایت رو باز دوباره داریم در جلد 51 بحار الانوار. دوستان عزیز اگر نشون بدن، در اینجا میگه که ابوبکر و عمر رو تر و تازه از قبر از کنار پیامبر زنده میکنن و اونا رو به یک به اصطلاح تنه درخت خرما به صلیب میکشن. این در صفحه 438 جلد 52 کتاب بحار الانوار این مطلب اومده. همچنین در جلد 53 هم همین مطلب رو ما داریم که جسد ابوبکر و عمر رو با آتش میکشه، حضرت عایشه رو زنده میکنن و شلاق میزنن. دوستان عزیز اگر این روایت رو نشون بدن. الایقاظ من الحجعه، این هم شناسنامه کتاب، این صفحه 252 که حضرت عایشه رو زنده میکنه و شلاق میزنه امام زمان. تشکر دوستان عزیز. و در مستدرک الوسائل هم همین روایت هست، حضرت عایشه رو شلاق میزنه این امام زمان، دشمن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. جزاکم الله خیر دوستان عزیز. و اینجا هم روایت نبش قبر ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم، این روایت است، روایت طولانی است که ابوبکر و عمر رو از قبر زنده میکنه تر و تازه و اونا رو به صلیب میکشه و شلاق میزنه و بعد اونا رو آتیش میزنه و بعد خاکسترشون رو به صحرا میریزه و خلاصه همه اون کینه های یهودیت و نصرانیت رو که در وجود عبدالله ابن سبع یهودی وجود داشته، اینا میان در آخر الزمان زنده میکنن. و همچنین این مطلب در تفسیر قمی هم اومده، دوستان نشون بدن. این تفسیر قمی است در سوره اعراف، در اینجا در مورد شکنجه و در تفسیر
این آیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قال ابو جعفر یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول علیا ولیا. اینم در مورد ابوبکر و عمر رضی الله عنهم. و این دشمنی که به اصطلاح امام زمان داره با ام المؤمنین عایشه صدیقه و ابوبکر و عمر و بقیه صحابه، این بهار الانوار هست، اینم صفحه بعدیش، و اینم صفحه 398. این روایت هم که وقتی که امام زمان ظهور میکنه حمیرا رو براش زنده میکنن و ایشون هم حد جاری میکنه و انتقام میگیره از دختر محمد فاطمه علیها السلام. اینم دروغ دیگری که در کتاب بهار الانوارشون صفحه 398 دارن. خب دوستان عزیز، فکر کنم مطالب خیلی زیاد شد. البته ما مدارک دیگری هم داریم از کتاب های اینا که انشاءالله سعی میکنیم در برنامه بعد خدمت شما عزیزان نشون بدیم. و همه این مدارک نشان دهنده این است که آنچه که ادعا میکنن که امام زمانی وجود داره و ایشون در آخر از زمان میاد، فقط چهره مسخ شده از مهدی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آمدنش بشارت دادن و دشمنان دین و شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی با این روایات و با این دروغا میخوان این چهره رو به اصطلاح در بین مسلمان ها بدنام بکنن. با هم یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون ان شاءالله تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت و نظرتون رو در مورد این روایت ها خواهیم شنید. با ما همراه باشید. امام زمان آدمکش. آخوند دانشمند، نگید امام زمان آدم میکشه. اولا من یه جمله بگم به شما جوانها، عینک هاتون رو نسبت به امام زمان عوض کنید. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوون بگیم آقا دعا کن برای آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوون دعا میکنه؟ من نمیگم وقتی آقا میاد کسی کشته نمیشه، ولی به قول استاد ما یک سری احادیث، این احادیث اسرائیلیات یهودیا درست کردن که ما از امام زمان فاصله بگیریم، بترسیم از امام زمان. اما با هم ببینیم آیت الله مجتهدی تهرانی چه میگوید. اینجا میشه، اما انشاءالله قبل از اینکه آخوندان اینجا گرواتی بشن، حضرت مهدی علیه السلام انشاءالله تشریف میاره، ریشه همه‌شون رو میزنه، انقدر میکشه از آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره حضرت مهدی علیه السلام تشریف داره، انقدر از ماها میکشه شما که دیگه حساب نداره، آخونده انقدر میکشه تا خون جاری میشه. روایت داره از بچگی ما این واعظام شنیدیم، نشدید؟ این پیرمردا یادشون حرفای منو، چون اینا قدیمیان، اینا که من میگم از واعظای قدیم شنیدن روایت، خودم هم دیدم که انقدر نهر خون جاری میشه. از آسیاب میگن از خود علما. آها باشد. حالا ببین چقدر وقت اون آخوند ژیگولی که امام زمان میکشتش میگه اینجا نره، اینجا قدیمی فکر میکنه، چقدر خره در اینجا قدیمی فکر میکنه. بهش بگو اقبال منصوره گفت خیلی خرید. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوون بگیم آقا دعا کن برای آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوون دعا میکنه؟ ریشه همه‌شون رو میزنه، انقدر میکشه از آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره حضرت مهدی علیه السلام تشریف داره، انقدر از ماها میکشه شما که دیگه حساب نداره، آخونده داره. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه.
خب حالا به یه جوون بگیم آقا دعا کن برای یه آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوون دعا میکنه؟ ریشه همه‌شون میزنه، انقدر میکشد آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره حضرت من در چند کشید داره اینقدر از ماها میکشه شما که دیگه حساب نداره. آقای دانشمند میگوید روایاتی که خوناشام بودن امام زمان را ثابت می کند اسرائیلیات است و یهودیان ساختند. اکنون با هم بنگریم که این یهودیان چه کسانی هستند. از ابو جعفر نقل شده که گفت اگر مردم می دانستند که قائم هنگام خروج چه کار خواهد کرد، بیشترشان دوست نداشتند او را ببینند. از مردمانی که می کشد و او با کشتن قریش شروع می کند و جز شمشیر چیزی رد و بدل نمی شود، تا جایی که بسیاری می گویند که این از آل محمد نیست وگرنه مهربان بود. بهار الانوار جلد 52 صفحه 354، الغیبه نعمانی صفحه 238، الزام الناصب جلد 2 صفحه 247. از ابو جعفر نقل شده که گفت اگر مردم بدانند که امام قائم وقتی ظهور کند چه خواهد کرد، اکثر آنان آرزو می کردند که کاش او را نبینند، از بس که مردم را می کشد. حتی بسیاری از مردم خواهند گفت این از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست، اگر از آل محمد می بود رحم می کرد. بهار الانوار جلد 52 صفحه 353، الغیبه صفحه 153. از ابو عبدالله نقل شده که گفت وقتی که قائم آل محمد صلی الله علیه و سلم خروج کند 500 نفر از قریشیان را جمع می کند و گردن آنها را می زند و سپس 500 نفر دیگر را نیز جمع می کند و گردن آنها را نیز می زند و این کار را 6 بار تکرار می کند، یعنی 3000 نفر، و گفته شده که تعداد قریشیان 3000 نفر بوده است. چون این روایت در آن زمان بوده و آن زمان تعداد قریشی ها اندک بوده، به این دلیل تعجب کرد. گفت آری، خود و موالی آنها این تعداد هستند. بهار الانوار جلد 52 صفحه 338، الارشاد مفید جلد 2 صفحه 383، روضة الواعظین صفحه 265، الغیبه نعمانی صفحه 240. بینندگان عزیز، امام زمان که از دیدگاه خود آقایان انسانی وحشی صفت و خوناشام و خونریز است، به گونه‌ای که روی حجاج و چنگیز و هیتلر را سفید می کند، آیا دعای فرج و ظهور چنین موجود خوناشامی حماقت نیست؟ قضاوت با شماست. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. از همین لحظه به بعد شماره تلفن‌های برنامه رو دوستان عزیزمون زیرنویس خواهند کرد و شما عزیزان می توانید تماس بگیرید، همچنین از طریق ایمیل برنامه و مطالبی رو که دوست دارید در رابطه با موضوع برنامه مطرح بکنید، ان شاءالله خواهیم شنید. تا برقراری تماس‌های عزیزان، من یک مطلب دیگری رو هم نشون بدم که امام زمان از امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست. مهدی که ما مسلمانان بهش اعتقاد داریم از امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، اما امام زمانی که مدعیان تشیع بهش اعتقاد دارن و دعای ظهور و خروجش رو میکنن، این شخص به ختم نبوت اعتقادی نداره، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان این امام زمان رجعت میکنه و از ایشون پیروی میکنه. دوستان عزیز نشون بدن این صفحه رو. این از بهار الانوار، صفحه بعدی اینم روایت در صفحه 417، این روایت 99. یکی این امام که میاد ملائکه در چپ و راستیشون رو اسکورت میکنن و
اول من یتبعه محمد صلی الله علیه و سلم و علی علیه السلام الثانی. اول پیامبر صلی الله علیه و سلم از ایشون اعلان متابعت میکنن و بعد علی علیه السلام از ایشون متابعت میکنه، در حالی که باید ایشون تابع سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه. و در مورد جنایت هایی که ایشون انجام میده یک روایت خیلی جالبه، چون لحظات قبل از این که من استودیو بیام این روایت رو من اسکن کردن دوستان. روایت جالبی است از امام زمان که دوستان عزیزمون نشون بدن. این کتاب بهار الانوار هست، این هم صفحه بعدش، این هم اصل روایت. عرب رو میکشه، همسر پیامبر رو زنده میکنه، خلفای راشدین رو از قبر زنده میکنه، به دار میزنه و خاکستر میکنه و آتیش میزنه. اما با کسرا چی کار میکنه؟ با آخرین پادشاه ایران. روایت جالبی است، روایت 27 در کتاب 121 کتاب امیرالمومنین. در اینجا میگه که حضرت علی داشت تو منازل کسرا داشت میگشت در بین اون قصر به اصطلاح کسرا، و تا اینکه جمجمه ای رو دیدن. این جمجمه رو آوردن توی تشتی گذاشتن و ثم قال اقسمت علیک یا جمجمه لتخبرونی من انا و من انت. ای جمجمه قسم میدم تو رو که بگو که تو کی هستی و من کی هستم. فقالت الجمجمه بلسان فصیح، به زبان عربی فصیح جمجمه گفت که اما انت فامیر المؤمنین و سید الوصیین و امام المتقین. تو که هستی امیر المؤمنین هستی، سید الوصیین هستی و امام المتقین هستی. و اما انا فعبد الله و ابن امت الله کسرا انوشیروان. من کسرا انوشیروان هستم و بنده خدا و پسر به اصطلاح کنیز خدا که به اصطلاح اشاره به مادرش هست. فقال له امیر المؤمنین کیف حالک. امیر المؤمنین ازشون پرسید که خب حال چطوره؟ گفت که امیر المؤمنین من یک پادشاه، کنت ملکا عادلا شفیقا علی رعایا، من یک انسان عادل و خلاصه این روایت طولانی تا در اینجا میگه که ولکنی مع هذا الکفر، به همراه همه کفریاتی که داشتم، خلصنی الله تعالی من عذاب النار، الله سبحانه و تعالی منو از عذاب آتش نجات داد، به برکت عدلی و انصافی بین الرعیه، و برکت عدل و انصاف من در رعیت. و انا فی النار و النار محرمه علی، من در آتش هستم اما آتش بر من حرام شده، یعنی آتش به من ضرری نمیرسانه. کسرا انوشیروان از آتش نجات پیدا میکنه، اما ابوبکر و عمر رو میاد امام زمان به آتش میسوزانه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری شما هستین؟ حالتون خوبه؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده رحیم هستم از ایران. آقا رحیم از ایران، بفرمایید. بله، بنده اولین بار با شما تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. سلامت باشید. برنامه‌های شما باعث شد که بنده موحد بشم. الله اکبر. الان حدود 1-2 ماه که موحد شدم. الله از اکبر. خیر و برکت شما از کانال‌های توحیدی. البته من قبلا اول از شما حلالیت میخوام استاد انصاری. من قبلا از شبکه‌های دیگه حلالیت گرفتم، از شما هم حلالیت میخوام. من اسمس‌های بعدی برای شما فرستاده بودم، شما رو به حیوان نسبت داده بودم. ازتون میخوام بنده رو حلال کنید. الله متعال ببخشه شما رو برادر عزیز. ممنون، متشکرم. البته من یه چیزی بگم، بنده قبلا شیعه بودم، یعنی شیعه گمراه بودم، شیعه مشرک بودم. البته باز به امام زمان اعتقاد نداشتم. درست. چون اصلا نمیتونستم بپذیرم که یک شخصی 1200 سال چطوری میتونه بمونه، علم نمیتونه اینو چی کنه. حالا بعضیا میگن آقا با حضرت نوح چطور 1000 سال عمر کرد؟ مثلا اون پیامبر بود، اون معجزه داشت که ادعای نبوتش رو اثبات کنه. درست. و اون از طرف خدا بود. معجزه عملی گفته میشه که پیامبران برای ادعای نبوت خود استفاده میکردن. درست. این چیزی من از برنامه شما استنباط کردم. بعد گفتم خب اون چرا ربط میدی به این؟ و یه چیز جالبتر از این که میگن امام مهدی وقتی به دنیا آمد با حالت سجده بدونیم. آقا یعنی چی آخه؟ یعنی اصلا نه با عقل در میاد، درست. نه علم اینو میپذیره. درست. بعد
یه چیزایی که اصلا آدم نیاز نیست دیگه رجوع بکنه به کتابای صحیح و قرآن. همین عقل آدم جواب همه چی رو میده. درست. شما همین چند روز پیش برنامه‌ای هم داشتید بابت تجزیه و تحلیل همین تولد امام زمان. بله. بعد من برنامه‌تون رو دیدم دیگه، به طور کامل، به طور یقینا مطمئن شدم که این امام موهومه، دروغه، امام تراشی کردن. درست. بالاخره این کار شیطانه و شیطان هم موفق شد. درست. من این وقتی برادران شیعه رو میبینم، وقتی میبینم اینجوری میان سر صورت خودشون میزنن یا مهدی حضرتی میگن، حق الله رو میبرن برای یه امام موهوم که وجود خارجی نداره، برای اونجا عرضه میکنم حق الله رو. من مطمئن شدم، به این نتیجه رسیدم که شیطان بر روی قسمش موند. بله. یعنی بله. شیطان به اون شیطانگیریش رو عهدش وفا کرد، گفت من اکثر بنده‌هات گمراه میکنم، موفقم شد. درست. من اینجا به شیطان ایمان آوردم فقط برای چی؟ برای اینکه رو عهدش موند. بله. فقط اینکه رو عهدش موند به عنوان یک فرشته ملعون. درست. یعنی اینجا من این برادران شیعه باعث شدن که من قبول بکنم شیطان واقعا رو عهدش موند. درست. من تشکر میکنم آقا رحیم جان عزیز. الله سبحانه و تعالی به شما سعادت دارین نصیب بکنه و شما رو در این راه ثابت قدم بداره. صداتون قطع و وصل میشه. من عرض کردم که من تشکر میکنم از شما و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به شما سعادت دارین نصیب بکنه و در این راه شما رو ثابت قدم بداره برادر عزیز. ممنون. فقط اجازه بدید من با شهادتین ازتون خداحافظی میکنم. بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و صلی الله علیه و سلم. خداحافظ شما. خدا نگهدار شما برادر عزیز. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری سلام خدمت شما و دستمندان برنامه شما. سلامت باشید. آقای انصاری پیشنهاد من داشتم، خودم من احساس سنت هستم، هر چی که شما میگین منم با همین نظر موافقم، ولی ببینید تلویزیون‌های زیاد از اهل تشیع و اهل تسنن است، بررسی میشه مثلا مواضع اهل تشیع و اهل تسنن، هیچگاه اینجوری نیست که با هم بنشینن علما در رو صحبت بکنن، قضایا رو بحث بکنن راجبش، موضوع گیری نباشه، فقط برای پیدا نمودن حقایق با هم بحث بکنن. اینجوری شما مثلا روایت زیاد مورد بررسی قرار میدین، خب وقت تلویزیون اونا رو میبینیم، اونا یک جوری دیگه مثلا تفسیر میکنن. برای مسلمانای عام اینا یه جوری رویارویی است که هیچ کس هم نمیدونه حقیقت کجاست. پس اینم میگه اینم از قرآنه، شما میگین اینم از حدیث و قرآنه، یه جوری رویارویی بی نتیجه به نظر من. بله برادر عزیز، ببینید الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی میفرماید که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد به اون بندگانم که سخنها رو میشنون و بهترینش رو انتخاب میکنن. ما طرفدار این هستیم که بحث و گفتگو دوستانه باشه، بحث علمی باشه. اینو قرآن کریم، شما مثلا سوره مکی رو ببینید، همش این سوره مکی مباحث علمی و عقلی و منطقی است. مثلا میگه به آسمان ها نگاه بکنید و الی الابل کیف خلقت، و در مورد آفتاب، در مورد قمر، در مورد زمین، در مورد کوه ها، میخواد عقل انسان رو مخاطب قرار بده و بعد از همه این ذکر این مطالب به بنداش میگه که شما مگر به خدای یکتا ایمان ندارید، خدایی که اینا رو خلق کرده، پروردگاری که اینا رو آفریده. ما هم طرفدار این یک منطق قرآنی است، بحث علمی. وقتی طرف مقابل حاضر نیست بحث علمی بکنه، بحث منطقی بکنه، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما همین مطالب رو بیان میکنیم. قرآن در دست شماست، این که چه سنی باشه چه شیعه به شما بگه که این قرآن قابل فهم نیست، این قرآن رو ملا و آخوند باید به ما یاد بده، دروغ میگه. قرآن رو الله سبحانه و تعالی برای اون بیابانگردهای عربی که به اصطلاح دخترانشون رو زنده به گور میکردن یا به قول ایرانی سوسمار میخوردن، برای اونها نازل کرد. اونا فهمیدن سرور و سردار بشریت شدن.
چطور ما نباید بفهمیم؟ اینا فقط قرآن رو گرفتن انحصاری در نزد خودشون که غیر از ما کسی دیگه قرآن رو نمیفهمه و ما باید اینطوری از مردم سوء استفاده بکنیم به عنوان مرجع تقلید و ملا و پیر و فلان. الله سبحانه و تعالی به شما عقل داده، کتاب خدا هم در دستتون هست. هر حرفی ما میزنیم، هر حرفی اونا میزنن، در میزان قرآن و سنت بسنجین. هر کدومش رو که عقلتون، منطقتون، فطرت سالمتون قبول کرد شما هم قبول بکنید و پیش الله سبحانه و تعالی هم مسئول هستید. بفرمایید برادر عزیز. من با شما موافقم. من کاملا با شما موافقم. من خودم عالم دین نیستم ولی همونطور که شما فرمودید خیلی از مسائل خیلی واضحه در قرآن شریف، یعنی میتونه هر کس بخونه و بفهمه که خیلی مسائل عقلا هم همینجوریه که مثلا ما فکر میکنیم. ولی نظر شخصی خودم اینه که تمام مسلمانان اهل تشیع و اهل تسنن باید کوشش بکنن که یک کنفرانس جهانی اسلامی برگزار بشه تا علمای اهل تشیع و اهل تسنن با هم بنشینن صحبت بکنن. بعد هرچی از اون کنفرانس برآمد مردم میتونن قضاوت بکنن. من دوستای خیلی اهل تشیع دارم، با هم دوستانه بعد اوقات صحبت میکنیم، همهشون اینجوری میگم علمای ما اینجوری گفتن. من که نمیدونم مثلا مفسر قرآنش نیستم، من عالم حدیث نیستم، اونا چیزای به من میگن منم اون رو قبول میکنم. همین حرفی که شما زدین من قبول میکنم. قرآن شریف اینجا هست، خیلی خیلی مسائل روشنه. ما میتونیم خصوص مسائل عقایدی که قرآنی که ما فعلا در دست داریم، این کتاب خداوند است، تغییری نکرده. خیلی مسائلی که اونا عقیده دارن. به نظر من فکر کنم نتیجه بهتر این باشه که همون کوشش بکنیم که یک کنفرانس جهانی اسلامی برگزار بشه. خوب است، ما هم با شما هم صدا میشیم. امیدواریم که این کنفرانس جهانی برگزار بشه و مسلمان ها با هم یک جا بشن، متحد بشن. آرزوی ما هم همین است برادر عزیز و گرامی. تشکر. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، وقت بخیر. وقت شما بخیر. مختار انصاری. بفرمایید بیننده گرامی، صدا شما داره پخش میشه. خسته نباشید. سلامت بشید. سلامت بشید. الله شما. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بفرمایید بیننده گرامی. علیه الصلاة و السلام میفرمایند فحش دادن و دشنام دادن کوشش انسان ناتوان است. بله لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز گرامی، چون این انعکاس صدا باعث میشه که ما نتونیم که با شما راحت صحبت کنیم. بفرمایید. خب قطع شدن دوست عزیزمون. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. دکه تاجیک در خدمت شما هستیم. بفرمایید صدا شما داره پخش میشه برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد مهرمخان از خوبای. سلامت باشید. الله متعال شما را حفظ کنه. استاد مهرمان از شما خواهش داره. بفرمایید. استاد مهرمان همون حدیثی که در صحیح بخاری است که ابراهیم همسر خود را با خالی شیعه میگن که با سوی زنا دعوت کرد، همون را میخواهیم که یک بار همون را سفر همون را چی میکردید بعد یک برنامه بجا که در همین برنامه وقتی چند موچید در همون کانال ولایت همین را چی کرد پخش کرد که حضرت ابراهیم زنش با زنا دعوت کرد. باش، من برادر عزیز گرامی همین کلیپ رو دوستان عزیزمون خواهش میکنم در اتاق فرمان این رو بعد از برنامه پخش بکنن. این بارها پخش شده کلیپش، دوستان عزیز پخش میکنن، شما بعد از برنامه ببینید، چون من اینو همین هفته گذشته مفصل در موردش صحبت کردم. بعد از برنامه انشالله کلیپش رو شما ببینید. تشکر میکنم. چند روز شد همون را با هم چی کردن بسیار ناراحت شدیم، بسیار ناراحت شدیم. باشه شما این کلیپ رو نگاه کنید، انشالله مشکلتون برطرف میشه برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدار شما.
من یک نکته دیگر رو اینجا اضافه بکنم. برادر عزیزمون فکر کنم از افغانستان بود، در مورد این کنفرانس جهانی بین شیعه و سنی، در لابلای صحبتاشون گفتن که ما بعد دوستانش که سوال میکنیم میگه مولای ما این میگن، مولای ما این رو میگن. عزیزانمون در اتاق فرمان اگر لطف کنن این آیه رو نشون بدن که مستند باشه، سوره اعراف آیه 38. در اینجا الله سبحانه و تعالی حال بعضی از امت‌هایی رو که در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر میشن رو بیان میکنه. خیلی جالب. الله به آنان میفرماید در بین گروه‌هایی از جن و انس که پیش از شما گذشته‌اند در آتش دوزخ وارد شوید. هرگاه که گروهی وارد میشوند گروه دیگر را لعنت کنند تا هنگامی که همگی در آنجا به هم رسند یا میرسند. گروه آخر و پیروان، کسایی که پیرو بودند، درباره گروه اول که پیش به اصطلاح علماشون باشه، پیشوایانشون باشه، گویند پروردگارا اینها بودند که ما را گمراه کردند، پس عذابی دوچندان از آتش به آنها بده. الله میفرماید برای هر کدام از شما عذاب دوچندان است ولی شما نمیدانید. یعنی در اونجا کسانی که پیروی کردن از او پیشینیان گمراهشون، از آخوند و از ملا و از پیر و از انسان‌هایی که اینا رو گمراه کردن، در اونجا وقتی عذاب رو میبینن به الله سبحانه و تعالی میگن که عذاب اینا رو دو چندان بکن. خدا میگه عذاب ارزشاتون دو چندانه. اونا اگر شما رو گمراه کردن، شما چرا از اونا پیروی کردید؟ حین همون حرفی که مشرکین مکه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. چرا این بت‌ها رو میپرستید؟ کانوا آباؤنا علی ذلک. چرا این کارو میکنید؟ کانوا آباؤنا علی ذلک. پدران ما این کارو میکردن. این عذرها برادر عزیز در پیشگاه الله سبحانه و تعالی پذیرفته نمیشه. من هم به شیعه هم به سنی، به هر کسی که مسلمان هست الله سبحانه و تعالی عقل داده، منطق داده، این تحذیر رو که الله سبحانه و تعالی میده، میگه انا هدیناه النجدین، ما دو راه رو براش نشون دادیم، راه دوزخ، راه بهشت. در سوره انسان خیلی واضح، این سوره رو من بارها نشون دادم، بازم خدمت دوستان عزیز نشون میدم این سوره رو. عزیزانمون در اتاق فرمان اگر لطف کنن نشون بدن. خیلی الله سبحانه و تعالی واضح در اینجا میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را خلق کردیم از یک نطفه آمیخته بین مرد و زن، فجعلناه سمیعا بصیرا، ما بهش گوش دادیم، گوش شنوا دادیم، چشم بینا دادیم. انا هدیناه السبیل، راه رو نشون دادیم توسط این قرآن، اما شاکرا و اما کفورا. راه درست رفت، بنده شکرگزار، عاقبتش بهشت. راه غلط رو انتخاب کرد، بنده کفرگزاره و عاقبتش هم جهنم. ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما آماده کردیم برای کافران زنجیرها و غل زنجیرها و آتش سوزان جهنم رو براشون آماده کردیم. و در ادامه میگه که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، و برای انسان‌های نیکوکار هم در بهشت جامی می نوشن که آمیزش با کافور است. راه رو نشون داده، سرانجام هم گفته والله در روز قیامت بگی والله آیت الله فلانی گفته، آخوند فلانی گفته، ملا فلانی گفته، پیر صاحب گفته، اینو فایده ای نداره. با کله با پیرت و با آخوندت و با ملات میندازن تو جهنم. چون این کتاب فقط برای ملا و آخوند آیت الله و حجت الاسلام نازل نشده. این کتاب برای همه انسان ها، برای همه بشریت نازل شده و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم رحمت للعالمین است. پیامبری است برای همه بشریت، در هر مستوایی که شما باشید، در هر طبقه‌ای که باشید. هیچ وقت عقلتون رو، منطقتون رو، آیندهتون رو، دینتون رو، مذهبتون رو چشم و گوش بسته در اختیار کسی قرار ندید که فردا اگر شما رو به راه گمراهی و بدبختی ببره، هیچ عذری در پیشگاه الله سبحانه و تعالی پذیرفته نمیشه. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از استان گلستان زنگ میزنم. بفرمایید بیننده گرامی، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید، در خدمت شما هستیم.
من از استان گلستان زنگ میزنم. من خواهش میکنم دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطف کنن صدای تلویزیونشون رو، صدای گیرندهشون رو ببندن. بله سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من نوید هستم، از اهواز تماس میگیرم. آقا نوید از اهواز. بله بفرمایید. در خدمتتون هستیم. الان رو هستم، درسته؟ بله صدا شما داره پخش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و علی ابن عمک علی ابن ابی طالب و علی بیت آقا خطبه نگن. آقا عبدالله اهوازی خطبه نخون. ما اینجا شما هر وقتی که صداقت و راستی رو یاد گرفتی، یک روز به اسم عبدالله میایی، یک روز به اسم نوید میایی، شما خودتون رو مسخره کردید یا فکر میکنید که بینندای شبکه‌های اهل سنت هم مثل بینندای شبکه‌های به اصطلاح رافضی هستن که چشم و گوش بسته هر چی که شما گفتید قبول بکنن؟ اولا شما مردان هزار چهره هستید که هر روز اسم جدید، چهره جدید. لطفاً با اسم اصلیت بیا. بارها شده اینجا زنگ زدی، من بهت وقت دادم، صحبت کردی. اسمتون رو هر روز عوض نکنید. منافقت رو دور بیاندازید و این جرأت و شهامت و مردانگی رو داشته باشید که با همون یک اسم همیشه بیاید صحبت بکنید. یک روز به اسم عبدالله، یک روز به اسم نمیدونم نوید، یک روز به اسم گلزار، یک روز به اسم نمیدونم ابو فلان و ابن فلان. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. خب پشیمون شدن بیننده عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. خواهش میکنم من قطع میکنم چون که شما دروغگو هستید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. آخرین تماس برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز آقای انصاری، بفرمایید برادر عزیز، خیلی کوتاه مختصر، وقتمون داره به پایان میرسه، بفرمایید. بسیار سپاسگزارم از الله متعال بنده توفیق دادن در شبکه جهانی وصال حق در این لحظه صحبتی داشته باشم با شما برادر عزیز و بینندگانتون و همه برادران مسلمان در جهان. بفرمایید. کسانی که برادر عزیز، بینندگانی که با اسمهای جدید میان، با چهرهای جدید با اسمهاشون عوض میکنند و دروغگو هستند، دروغ میگویند، بله. اینها دشمنان الله هستند و وقتهای برنامه را خراب میکنند. نمیگذارند بینندگان عزیز از این شبکه‌های توحیدی استفاده ببرند که ایان موحد شکنان. درست. الله متعال اینها را هدایت نصیب کند. اگر هدایت در نصیب اینها نیست، الله متعال اینها را با خودشون مشغول کند. آمین. برادر عزیز، صحبت اینجا بود. دیشب زنگ زده بودم با برادر عزیز مجری محترم، سوالی مطرح کردن که متاسفانه سوال بنده را با آقای استاد سادات مطرح نکردن. بله. یکم نمیدونم برنامه وقتش کم بود یا سوال مهمی نبود، درباره اتحاد مسلمین بود. در این باره صحبتی دارید؟ بسیار متشکرم آقای انصاری. چشم. تشکر از شما. من در این مورد صحبت میکنم. خدمتگزاران دین اسلام الله متعال توفیق دهد و درجات شما را بلند کند در این دنیا و در آن دنیا. آمین. سلامت باشید. الله جل جلاله زنگ میزنیم، به خاطر الله جل جلاله گفتهامو میگیم، دیگه هیچ قصد و غرضی نداریم. الله متعال ستون کنه. سلامت باشید. سلامت. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. من تشکری میکنم از همه عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودن. من خیلی مختصر در این مورد بگم. برادر عزیز و گرامی، ما وقتی میخوایم خانه آباد بکنیم، من مثالی میزنم که این موضوع برای همه یعنی واضح بشه. وقتی میخوایم خونه بسازیم،
شخصی برای خودش بخواد خونه‌ای بسازه، خاصن اگر که خونه رو برای سکونت خودش و خانواده خودش بسازه، تا جایی که میتونه سعی میکنه این بنیاد خانواده رو، اساس خانواده رو، یا دری میگن تهداب خانه رو یا این منزل مسکونیشو، این رو مستحکم بسازه تا این خانه و این بنیادی که بنا میشه از گزند باد و باران و طوفان و عوامل طبیعی و غیره در امان بمونه. بعضیا برای حفظ خودشون و خانوادهشون در مناطق جنگزال و بیشتر در مناطق مرزی، در کردستان و اهواز این مناطق، در افغانستان زیرزمینی‌هایی میسازن که در مواقعی که به اصطلاح جنگ باشه یا بمباران بشه اونجا برن پناه بگیرن. ما اگر بخوایم وحدتی رو در بین مسلمان‌ها ایجاد بکنیم، باید یک سری اساسات مستحکمی داشته باشیم که این وحدت و همبستگی و همدلی بر اساس این بنیان بشه. این اساسات رو الله سبحانه و تعالی برای ما ساخته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اساس چیه؟ کتاب الله سبحانه و تعالی است. این اساسی است که میتونه من و شما و همه مسلمان ها رو بر اساس این کتاب الله سبحانه و تعالی به یک وحدت و همدلی و همبستگی برسانه. سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خیلی از مسائل دیگری هست که ما مشترکات فراوانی داریم. قبله ما یکیست، پیامبر ما یکیست، کتاب ما یکیست و به یک طرف نماز میخوانیم، همه 5 وقت نماز میخوانیم، همه به نماز و روزه و زکات و حج اعتقاد داریم، به یک خانه طواف میکنیم، خیلی از مشترکات داریم. اما چیزی که نداریم اون اعتقادی است که عده‌ای از مسلمان نماها نه به این قرآن دارن و نه به این سنت دارن. وقتی عده‌ای به این عقیده باشن که قرآن اصلی در دست امام زمان هست و در آخر از زمان میاره، آیا این انسان میتونه بر اساس این قرآن با من و تو وحدت داشته باشه؟ آیا اون کسی که اعتقاد بر این داره که قرآن 17,000 آیت بود، صحابه اون رو تحریف کردن، آیا این قرآن میتونه اساس وحدت من و تو باشه؟ من به پیامبری اعتقاد دارم که بهترین انسانهای زمین رو صحابه و اهل بیتش قرار داد، اما طرف مقابل من کسانی هستن که میگن محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهترین بشر هست، اما همسرش بدترین انسان هاست، اصحابش بدترین انسان هاست. چطور امکان داره من با این شخص وحدت بکنم؟ اگر که میخواید مردم رو فریب بدید مثل جمهوری اسلامی، 32 سال 33 ساله که کنفرانس وحدت برگزار میکنه، به زور چماق علما رو از داخل ایران میارن اونجا، هر کسی نیامد تو لیست سیاه اطلاعات هست و از بیرون هم اونایی که فریب خوردن رو میارن یا اونایی که تو رو درواسی گیر کردن به خاطر پولای جمهوری اسلامی ایران که کمک میشه بهشون، میارن کنفرانس وحدت. 30 سال پیش علنی لعن نمی شدن صحابه، 30 سال پیش در شبکه‌های صدا و سیما و شبکه‌هایی که به اسم شیعه بودن لعن صحابه و امهات المؤمنین و توهین به خلفای راشدین و اهل بیت پیامبر وجود نداشت. بعد از 32 یا 33 کنفرانس وحدت و کنفرانس تقریب در ایران، امروز می‌بینیم که در همین کشور شبکه‌هایی وجود داره که به صحابه توهین می‌کنن، به امهات المؤمنین توهین می‌کنن، مقدسات اهل سنت رو زیر سوال می‌برن، هر روز توطئه بر علیه علما می‌کنن، بر علیه طلاب و مدارس اهل سنت می‌کنن. چطور امکان داره که ما وحدت داشته باشیم؟ طرف مقابل شما کسی است که 9/10 دینش تقیه است. من لا تقیه له لا دین له، 19 الدین فی التقیه. خب وقتی که طرف همه کارش که با شما انجام میده همش تقیه و درویه، چطور میتونید شما با این وحدت داشته باشید؟ ما وحدت میخواییم که اولا صداقت و اخلاص باشه در اون. ما همین شبکه‌های توحیدی، آنچه که اعتقاد باطنی ما هست ما داریم اینجا ظاهر میکنیم، با کسی رو درواسی هم نداریم. میگیم هر کسی که قائل به تحریف قرآن باشه، هر کسی که متهم بکنه عرض نبی، ناموس نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو، کافر است، مرتد هست. این اجماع اهل سنت هست.
آیا ما بارها اعلان کردیم یک مرجع شیعه بلند شه بگه هر کس که قائل به کم شدن یا زیاد شدن و یا تحریف قرآن است کافر، مرتد، جاویدان در آتش دوزخ است؟ چرا نمیگن اینو؟ سالهاست ما این ندا رو دادیم، چرا این کارو نمیکنن؟ چون اگر این حرفو بزنن مجبورن مجلسی، کلینی، شیخ مفید، نمیدونم حر آملی، همه علماشون رو مرتد و کافر بدونن، جاویدان در آتش دوزخ بدونن. نمیکنن این کارو. پس صداقت نیست. تا موقعی که صداقت نباشه در طرف مقابل ما نمیتونیم وحدت داشته باشیم با اونا. اما این که بیایم از قرآنمون، از صحابه، از اهل بیت، از همسران پیامبر بگذریم برای اینکه وحدت داشته باشیم، نه خیر. خدا لعنت کنه این گونه وحدت رو در دنیا و آخرت. ما نمیخوایم این گونه وحدت رو. وحدتی که بر اساس نابودی دین خدا و توهین به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، ما اینو نمیخوایم. بارها گفتیم حداقل به خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به همسرش توهین نکنید. اگر واقعا صادق هستید در وحدت. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توفیق پیروی کامل و صادقانه و مخلصانه از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به من و به شما و به همه عزیزان نصیب بکنه. الله یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.